باشید. وقتتون هم بخیر باشه. من با اجازه ایمان توضیح مقدماتی بدم و شروع کنم به در واقع توضیح. بعد میکروفون رو به ایمان دیگه واگذار میکنم و در واقع ایمان ادامه میده. اگه صدای من هم میشنوید اطلاع بدید که من بگم شروع کنم. صدام خوبه. بسیار خوش. خب از حضورتون که ببینید یه توضیح من بدم. یه ضعفی که توی بعضی از مقالات بچه‌ها دیدم مثلا از اونجا شروع بکنم اون رو توضیح بدم. الان این مقاله که داریم می‌بینیم ایمان شعر کرده برامون، این مقاله مژده است. اوفی که از شاعران در واقع قرن نمیدونم چنده. این الان اون مشکلی که من میخواستم بگم رو نداره، ولی مثلا مقاله فکر میکنم سرمه بود این ایراد داشت. ببینید این نکته رو بهتون بگم چون پاراگراف هست، پاراگراف رو در نظر بگیرید. پاراگراف یک در واقع چند جمله است که پشت سر هم میاد و معمولا حرف اول خط اولش یک فاصله داره از در واقع از خط عمودی در واقع تراز صفحه و جمله‌هاش با هم مرتبطن. توی پاراگراف جمله اوله که در واقع تعیین میکنه پاراگراف در مورد چیه و باقی پاراگراف درباره اون جمله است. یعنی به لحاظ جمله بندی باقی جمله ها باید در ادامه منطقی اون جمله اول باشن و جمله اول رو توضیح بدن. و همون ترتیب به طریق اولا داخل ویکی‌پدیا ما باید همچین کاری بکنیم. یعنی چی؟ یعنی یه مقاله اگر یک پاراگراف در نظر بگیریم، اون جمله اولی که نوشته میشه، اون اولی جمله که در واقع نوشته میشه باید نشونه در واقع سرشناسی اون مقاله باشه، باید توضیح دهنده یه سرشناسی اون موضوع باشه. مثلا الان اینجا این اوفی اینجا می‌بینیم اینجوری شروع کرده، نوشته اوفی نام او را به همین نحو آورده و گفته است از شعرای مرو و در عهد دولت سنجری فلان فلان فلان. خب این چیزی که الان مژده نوشته به این سبک در واقع ویکی‌پدیایی نیست. ماجرا از سبک کن میگم الان باید اینجوری در واقع شروع بشه که اوفی اون شاعرمون کیه؟ اسکافیه. بوحنیفه اسکافی شاعر یا نویسنده قرن مثلا فلان است، آثاری در زمینه فلان دارد. بعد از اون شروع کنیم توضیح دادن در مورد اون. یعنی منظوری که توی همون جمله اول ما باید معرفی صریح و مشخص اون طرف بپردازیم. اگر شاعره، اگر فوتبالیسته، اگر اسطوره است، اگر هر موضوعی که هست باید توی همون جمله اول در واقع بگیم که اون چیه و دلیل اینکه این طرف یا اون موضوع در ویکی‌پدیا مقاله داره اصلا کلا مدخل داره، مثلا هر جا میشنم. و بعدش اینکه کار دیگه که باید انجام بدیم اینه که باید قبل از اینکه شروع به در واقع نوشتن بکنیم مقالات رو بخش بندی بکنیم به بخش‌های موضوعاتی که در واقع بر اون شخص مترتبه یا بر اون موضوع مترتبه. مثلا الان اینجا مژده این کار خیلی خوب کرده به نظرم. تولد و مرگ، رسالت، اشعار، محققان سرشار، یعنی اومده این تقسیم بندی رو کرده. ولی فکر می‌کنم باقی دوستان این کار نکردن. این بخش بندی خیلی مهمه. قبل از اینکه اصلا شروع نوشتن بکنید. امانی ببخشید میان کلامت. خواهش می‌کنم. من تک تک اینا رو خواستم توضیح بدم اگه بازار رو کسات نمی‌کنی. من دخالت کنم. یعنی وسط صحبتاتون قطع کنم این حرفا، چون می‌خواستم مقاله تک تک بچه‌ها رو باز بکنم و برای همین نکات رو هم بهشون بگم. اوکی. من الان سریع شما صحبتاتون تکمیل کنید، من حالا بعدش آره. من همین رو خواستم بگم. ببینید شما مثلا فرض بکن بخواید یه مقاله بنویسید. میگم ایمان اگر میتونی یکی از زیر صفحه‌های آقای امین پورلل هم بیار. همین چند وقت پیش یه بخش بندی کرده بود در مورد یکی از موضوعات مربوط به امپراتوری هان بود چی بود و
ببینید حتی یک خط ننوشت. همین پورلرد این دوستمون از بچه‌های بهشتیه حتی یک خط ننوشت. ولی نه این نیست. مشارکتاشو بیار. حتی یک خط ننوشت ولی یک تقسیم بندی بسیار عالی از خودش به جا گذاشت اونجا. آره می‌بینید حتی یک خط ننوشته ها ولی تقسیم بندی کرده. این تقسیم بندی به نظر من از نوشتن بهتره، یعنی مهمتره. الان اگر یه نفر فردا روز بخواد بیاد دودمان هان رو مثلا بنویسه، کافی بیاد از روی همین تقسیم بندی که بخش بندی که این آقا امیر پورلرد کرده در واقع به کارش ادامه بده و این به نظر خیلی مهمتر از نوشتن. وقتی که ما موضوع رو بشکنیم بخش بندیش بکنیم اون وقت برامون آسان‌تر میشه نوشتن تیکه های هر قسمت. من دیگه عرضی ندارم و صحبتامو تموم میکنم، میکروفونم میبندم و میدم به ایمان تلفن. اگه نکته چیزی بچه‌ها دارن بگم. خداحافظ. ممنون های امامی. سلام بچه‌ها، شب همگی بخیر. امیدوارم شب خوبی داشته باشی، حالتون خوب باشه. صدای من که خوب دارید؟ احیانا اگه ایرادی صدایی ایمان صدات خوبه. خب من تصویرم، حالا چون امشب تصویرم کیفیتش یکم پایینه، تصویرمو شیر نمی کنم زیاد و به خاطر همین بیشتر بر پایه صفحه اسکرینم پیش میرم. حالا اگر مسئله و حس میکنید لازمه من میتونم روشن کنم، هیچ فرقی برام نمیکنه. صرفا برای خودتون، چون کیفیت حالا فعلی فیلمم جوری که چشماتون اذیت میکنه بیشتر جایی که کمک کنه. پس اگه صدامو خوب دارید همه بچه‌ها به جز امامی، من دیگه شروع کنم دیگه. بچه‌ها جوابی ندادن، ان شاءالله که خیر است. خب صدا خوبه. نه این صدا خوبه مال آقای امامی، نه موجود خانم گفتن صدا خوبه. خیلی خب بچه‌ها من شروع میکنم. اولا ممنون از آقای امامی بابت توضیحات که دادن و نکاتی که اشاره کردن. حالا خودم میخواستم این نکات رو کاملتر و جامع‌تر بهتون بگم، تک تک مقالاتتون باز کنم. قبل از تو کاری به حرفای من نداشت رو چی من گفتم. من میگم یاد نداشت. نه خود لازم بگو. نه میگم مورد نیست. و حالا قبل از اینکه به مقالات بپردازیم یه سوالی دارم، چون یکی از دو تا از بچه‌ها اومد از من پرسیدن در حینی که تمریناتون رو انجام بدین این حرفا. بچه‌ها شما وقتی که حالا اون حالت ویرایش نوشتاری رو بهتون گفتید فعال کنید، وقتی ویرایش میکنید یا بر صفحه ویکی‌پدیا براتون بازه به این شکلی که من رو باز میکنم هستش یا نه؟ یعنی برای شما این شکلی هستش یا نه؟ میخوام بدونم شما این حالت فعال کردین یا نه، چون بعضیتون من اومدید گفتین که به نوعی فعال نشده. مثلا برای همتون این حالت فعال هستش همین الان یا نه؟ چون بعد پای این نوع ویرایش و ویرایشگره که ما داریم توضیح میدیم و یاد میدیم و نمیخوام اشتباه پیش بدیم. مثلا اگر این حالت فعال کردین، اونایی که فعال کردن و ویرایشگرشون به این صورته و به این حالت در می اومده، یه خب مجد اوکیه. صحبت تو چطور؟ و پردیس هم اگه خانم پلویی هم نیستش، مبینا پلویی واسه تو هم اوکیه. خب سرمه جان تو چطور؟ خیلی خوب ممنون بچه‌ها. حالا من شروع کنم کارمو و با هم دیگه تک تک مقالات رو بررسی کنیم. ولی خب قبل از اینکه حالا دوباره یه مقدمه برم، یه پیش مقدمه برم بخاطر که بحث اصلی شروع کنم، هدف از من که گفتم 3 تا مقاله، حالا مقاله هم تاکید داشتم مقاله خرد باشه ترجیحاً، این بود که چون مقاله خردی مقاله خیلی کوتاه تک معمولا بین یک خط نهایتاً یه پاراگرافه، معمولاً با یک مقاله تمامی مباحث و اون ایراداتی که حالا لازمه روشون صحبت بشه و مطرح بشه و با هم دیگه درشون حرف بزنیم و بفهمیم چی هستن و چجوری باید نوشته بشن، اصلاح بشن این حرفا،
با یک مقاله در نمیاد، چون مقاله خرد هستم. به خاطر من تاکید داشتم هرمتون یه 3 تا مقاله بنویسید. حالا فقط 2 نفر تو مقاله 3 تا مقاله ساختیم، حالا ایرادی نداره، احتمالاً درگیری داشتیم کار داشتیم، ولی اگه 3 تا می‌نوشتیم خیلی بهتر می‌شد. حالا خانم پولویی هم امشب نیستن تا اونجایی که می‌بینم، حالا نمیدونم آقای امامی ازتون مقاله‌شو بررسی کنم با بچه‌ها یا صبر کنیم خودشون باشن، چجوریه؟ صرفا مقاله بچه‌ها رو بررسی کنم. آقای امامی آقای امامی نیست. خیلی خوب. حالا مثلا تو از مقالات خودتون شروع کنم بچه‌ها و ولی مقاله که حالا در نظر گرفته شروع می‌کنیم مقاله مجده است و خب مقاله رو می‌بینید حالا همونجوری که آقای امامی گفتم بخش بندی شده. خب من گفتم مقاله که حالا ازتون می‌خواستم یه مقاله خوردم گفتم معمولا صرفا اون لید اولیه است، لید ابتدایی که توضیحات ابتدایی در رابطه کلی در رابطه با موضوع ارائه میده و صرفا 2 بخش ازتون خواستم برای تمرین اول. حالا اینکه اضافه بیشتر انجام دادن خودش نشون خوبیه و جای تحسین داره و باید تو تشکر کنم. و اون 2 تا بخش صرفا پانویس و منابع بوده. ولی حالا رفته انجام دادن خیلی خوبه این حرفا. ولی خب حالا فارغ از اگه بخش بندی که توی این مقاله به نظرم نقطه قوت مقاله مجده بخش بندیشه، ایرادات یه سری مسائل و ایراداتی که حالا بر اساس آموزش‌ها و توضیحاتی که جلسه قبل دادم مطرح میشه. اول اینکه خب همونی که آقای امامی گفتن معمولا همونجا جلسه قبل خودم گفتم معمولا هر مقاله تو ویکی‌پدیا با لید شروع میشه. لید به صورت معمول و مختصر خلاصه از کل مطلب. حالا ممکنه مطلب ما مقاله خرد باشه، لازم توضیحات لازم زیادی نداشته باشه، بخش بندی نشده باشه. در اینجاست که کل توضیحات و اطلاعاتی که در رابطه با اون موضوع ارائه میشه تو اون لیده، تو بخش ابتدایی. و معمولا مقالات ویکی‌پدیا با عنوان مقاله شروع میشن. الان حالا من بر اساس چیزی که حس میکنم مقاله به نظرم مقاله در رابطه با ابو حنیفه اسکافیه. درسته مریض خانم؟ خب ولی مقاله با اوفی شروع شده. حالا اگر از نظر ساختاری هم خب ایراداتی که وارد این حرفا، اگه یک بحث ساختار میخوام حرف بزنم میگم آقا مقاله اینجوری که شروع شده هست آدم خواننده فکر میکنه مقاله اوفی است، در حالی که نباید اینجوری باشه. و معمولا همونجوری که آقای امامی گفتن پاراگراف اول توضیح و کلیاتی باشه در رابطه با اون موضوع، در حالی که این لید ابتدایی اینجوری نیست. و اینکه من گفتم در جلسه قبل بچه‌ها صرفا عنوان مقاله که همون اولین کلمه است و اولین چیزی که شروع میشه مقاله باش اون صرفا بود بشه که از سایر این متن مجزا بشه و مشخص بشه و خواننده متوجه بشه که آقا مثلا این چیزی که بود شده. چون معمولا تو متنی که ما می‌نویسیم توی ویکی‌پدیا یا هر جای دیگه معمولا بود زیاد کاربرد نداره. و تو ویکی‌پدیا بود قابلیتش اینجاست که عنوان مشخص کنه از سایر متن تا خواننده وقتی شروع میکنه به خوانش این موضوع بهتر درک کنه. حالا من یک نمونه مقاله‌ام نشون میدم. مثلا این مقاله نگاه کنید فقط عنوان مقاله که همین بالا هستش چیز شده، بود شده یا پررنگ شده اصطلاحاً، در حالی که بقیه متن می‌بینید مقاله حالت ابتدا معمولی. و همین جهت این در رابطه با مقدمه و لید. و همونجوری که بازم دوباره تکرار میکنم بچه‌ها لید چون مقاله خورده و حداقل اطلاعات مرتبط با اون موضوع رو در خودش جای داده باشه، در حالی که تو این لید که مورد جا نوشتن ما این چیزی نمیبینیم، صرفا اومدن در رابطه با حس میکنم در رابطه با نام مثلا اون موضوع سخن گفتن. این جاش اینجا نیست، نمیگم اشتباهه، میگم جاش اینجا نیست. و به نظرم بعد اینجوری مثلا اگه شروع مثلا خواهم بکنم مثلا ابو حنیفه اسکافی که خودش بولد شده ویرگول مثلا شاعر قرن 5 بود که در فلان جا میزیست و فلان کتاب یا اشعار
به وی مثلا نسبت دادن و مثلا این حوادث از زندگیش اتفاق افتاده. مثلا این یک خلاصه و کلیاتی در رابطه با اون موضوع که لازمه توی خط ابتدایی یا پاراگراف ابتدایی یا تو بخش لید ارائه بشه، نه این چیزی که اینجا ارائه شده. این از این مورد. و یه سری چیزا من میبینم نمیدونم اینا چی هن. حالا میخوام ویرایش رو باز کنم، حالا تو ویرایشگرش ببینیم چیه. متوجه نشده اینا چیه. احتمالا مال اینجاست، مال کد نویسیه که اشتباهه و پاک بشه. و جدول اطلاعات آوردیم با که حالا من توضیح نداده بودم و ارائه نکرده بودم، ولی حس میکنم جدول اطلاعات آوردیم خیلی خوبه. چون جدول اطلاعات بهتر و کاملتری هم هستش در رابطه با موضوع مطرح شده. ما در رابطه با همه موضوعات تقریبا یه سری جدول اطلاعات داریم که صرفا باید پرشون کنید. این چیزی که مویده جان آورده این الگوه که جلسه قبلی آقای امامی در رابطه‌اش توضیح دادن و من قبل از متن‌دار استاندارد این جدول اطلاعات هم اصلاح کنم و هم توضیح بدم. من مثلا اینجا رو یکم بکنم برای شما بچه‌ها تا هم بهتر درک کنید موضوع. مثلا موضوع گفتیم ابو حنیفه اسکافیه، خب که بولدش میکنم تو بود فایرخن اساس چیزی که فعلا دارد موضوع کنشن در کردن فرم انجام. حالا این بچه رو خروجیش میشه که یه خط فاصله بودن که بریم. خب بچه ها حالا تأکید من حالا برای چیه که میگم این خط اولی که رو نمیسیم خیلی مهمه. چون یه مثال میزنم، یه مثال ساده هم سعی میکنم بزنم که همه درک کنم موضوع رو. فرض کنیم مثلا ما در رابطه با علی دایی، احتمالاً همتون علی دایی رو میشناسید، توی ویکی‌پدیا مقاله نداشته باشه. خب درسته؟ و شما میایین علی دایی رو مقاله‌اش رو میخواین بسازید، صرفا میایین می‌نویسید بخش ابتدایی علی دایی و میایید مثلا بخش‌های دیگه. ممکنه شما این احتمال رو باید در نظر بگیرید که اون خواننده، اون شخصی که تو ویکی‌پدیا داره مقالات رو بررسی میکنه، نگاه میکنه یا میخونه، بر اساس اون اطلاعات و خط اوله که میاد درک متوجه میشه که موضوع و مقاله که شما نوشتی سرشناسی داره یا نه، یعنی اون شرایط لازم برای ماندگاری در ویکی‌پدیا رو داره یا نه. ممکن مثلا احتمال در نظر بگیرید 1% یک شخصی پیدا بشه علی دایی رو نشناسه. اون وقت و از اونجا که شما هیچ توضیحی در رابطه با موضوع نیاوردید، صرفا اومدید اسمش رو ذکر کردید، خب این مقاله سرشناسی رو اصطلاحاً احراز نمی‌کنه، یعنی محرز نمیشه که موضوعی عنوانی که شما آوردین سرشناسی داره یا نه. به خاطر اینجاست لازمه که شما ابتدا در خط اولیه یک توضیحات کلی در رابطه با موضوع ارائه بدید. ولی اطلاعات کلی میتونه شامل حداقل اطلاعات موجود در رابطه با موضوع باشه. مثلا ابو حنیفه اسکافی همین که مثلا اشاره کنید که شاعر قرن پنجم مثلا در ایران میزیست و این حرفا، این خودش باز میشه موضوع سرشناس بشه. در غیر صورت هر کسی دیگه که بیاد مقاله رو بخونه میتونه مقاله رو پاک کنه. به خاطر همین این نکته رو حتما در نظر بگیرید برای شروع، برای بخش اولیه دید. حتما اطلاعات کلی و کلیاتی در رابطه با موضوع ذکر بشه تا سرشناسی موضوع محرز بشه. در غیر صورت مقاله میتونه پاک بشه. با این در نظر بگیرید که مقالاتی که حالا این حرفی که میزنم لازم برای اینکه مقاله‌ای که شما نوشتید مقاله خرد باشه، بخش بندی نشده باشه و مطلب دیگه‌ای نداشته باشه. و ما از این دست موضوعات روزانه تو ویکی‌پدیا خیلی باشه سر کله میزنیم. مقالاتی که صرفا اومده مثلا نوشته یه شخص اسم یک موضوع نوشته ولی هیچ اطلاعاتی نوشته و 100% این مقالات بدون چون هیچ منبعی و بدون هیچ اطلاعاتی در رابطه با موضوع هستن سریع پاک میشن و موندگار توی ویکی‌پدیا نمیمونن. خاطر همین دکتر در نظر بگیرید. در پس خط اول یا اون بخش اول، پاراگراف اول، لید اول، کلیاتی در رابطه با اون موضوع باید حتما باشه. تغییر در این صورت نباشه مقاله ممکنه پاک بشه با این احتمال که مثلا بخش بندی مقاله باشه.
این از این نکته. این نکته خیلی مهمه بچه و قریب 90%تون این لید رو رعایت نکردید بر اساس استاندارد و شیوه نامه ویکی‌پدیا. بجز حالا پردیس تا حدودی درست انجام داده، سرمه انجام نداده، مبینا پلویی هم تا حدودی درست انجام داده. ولی خب اونا از محتوایی لیدش ایراد داره و حالا چون خودش نیستش من زیاد در رابطه با مقاله مبینا پلویی صحبت نمی‌کنم. این از این. حالا ببخشید همونجوری که گفتم نقطه قوت به نظر من نقطه قوت این مقاله واقعا بخش بندیشه. خیلی به صورت خوب بخش بندی شده. مشخصه که مثلا مجده رفته مقالات مشابه رو دیده چه بخشایی دارن و به خوبی هم اومده خروجی داده. مثلا اومده حتی احتمال میدم بر اساس مقالات دیگه اومده بخش جستارهای وابسته رو نوشته. این بخش حشفه و اضافه اصلا زیاد لازم نیست ولی نشون میده مقالات دیگه رو دیده. این خودش هم نشون خوبیه که رفته مقالات دیگه رو دیده، بررسی کرده، مقایسه کرده اون مقاله خودش رو حرفا. با این حال این بخش ها به خودی خود مثل مقاله آقای پولر بود که آقای امامیش رو اشاره کردن. این بخش بندی خالی به خودی خود درست بخش بندی به نوعی یه نقشه راه برای شما که بر اساس اون نقشه راه شما میاد مطلب جمع میکنید، مقاله رو کامل میکنید. ولی خب با در نظر بگید که بخش بندی خالی هیچ فایده‌ای نداره. چرا؟ مثلا معمولا توی مقاله مجده من میبینم توضیحات خاصی در رابطه با بخش ها ارائه نشد. صرفا یه نیم خط، یه گزاره خیلی مختصر و کوتاه اومده شده که حتی ارجام نداره و این باعث میشه این شیوه به نظرم نه استاندارده نه درسته. شما وقتی بخش بندی میکنید و حداقل یه پاراگراف در رابطه با اون تو بخش توضیح داد اطلاعات وجود داشته، در غیر این صورت لازم بخش دیگه ادغام بشه. مثلا ممکنه شما بیاد در رابطه با تولد و مرگ مثلا ابوحنیفه اسکافی هیچ اطلاعات خاصی وجود نداشته، میتونید مثلا تولد و مرگش رو توی بخش دیگه که اطلاعات بیشتری داره ادغام کنید، لازم نیست بخش جداگانه بیارید. ولی اگر خواستید بخش جداگانه هم بیارید حتما با ارجاع داشته. یک ایراد اساسی کار مجده حالا به نظر من که حالا میگم چه اشتباهی کرده و ایرادش کجاست باش توضیح میدم که اصلاحش کنه. من همونجوری گفتم آخر هر مطلب و گزاره‌ای که شما در مطلبتون میاری حتما و ارجاع داشته باشه و یه منبع ذکر کنید. مثلا حالا مجده اومده گفته آقا تاریخ مرگ مثلا تاریخ زندگانی مثلا ابوحنیفه اسکافی قرن پنجم، مثلا ما تمام میتوانیم مطمئن باشیم که او شاعر قرن پنجم است. خب من الان میتونم بدون چون این منبع نداره میدونم که مدعی بشم آقا کی گفته قرن پنجم، ممکنه قرن ششم باشه. بر چه اساس چه منبعی؟ بر اساس بدون شاهد شما اومدید مثلا مجده جان اومدی گفته قرن پنجم. من کسی که اصلا ابوحنیفه اسکافی نمیشه از کجا مطمئن بشم که او شاعر قرن پنجم؟ حالا من نمیخوام بگم که مثلا شما منبع ندیدین، قطعا منبع دیدی که بر اساس اون منبع اومدین و نوشتین، ولی لازمه که اون منبع آخر هر مطلب درج بشه. چون شما برای خودتون نمی‌نویسید، شما برای یک افراد زیادی می‌نویسید که اونا هم خواننده هستن و اونا ممکنه هیچ ذهنیتی نسبت به موضوع نداشته باشن، هیچ منبعی در رابطه با اون موضوع نخونده باشن، به خاطر این پیش‌فرض رو نداشته باشن که آقا مثلا ابوحنیفه اسکافی قرن پنجم. به همین جهت این منبع نداشتن باعث میشه اون شرط اصلی ویکی‌پدیا که یکی از شروط اصلیش تایید پذیریه برآورده نشه و این مطلب اگه مثلا توی مقاله اصلی توی فضای اصلی نام یا صفحه تمرینی ذکر بشه میتونه یک کاربر بیاد پاکش کنه. شما هیچ حق اعتراضی ندارید چون هیچ منبعی نداره، چون تایید شده نیست و تایید شده میشه پاک کرد. این موضوع برای همه اطلاعاتی که توی زیر بخش‌های دیگه مقاله تمرینی مجده اومده هم ست میکنه. در رابطه با بخش استعادت ذکر میکنه، در رابطه با بخش اشعاری ذکر میکنه، در رابطه با محققان سرشناسان ست میکنه. و جستار وابسته این موضوع دیگه است که میاد موضوعات و مقالات مرتبط با موضوع رو میاره که آقا اگه خواننده بعد از اینکه مقاله خوند لازم بود مثلا به یه مقاله مشابه یا مرتبط به موضوع رجوع کنه، اینجا کلیک کنه و وارد بشه. ولی چون خب بحث اون هایپرلینک اون لینک کردن پیوند دادن توی مقاله من به تو یاد دادم، معمولا این جستار وابسته زیاد بخش واضح لازم و جدی و مهمی نیستش.
بخاطر این مثلا زیاد نیادش. حالا همونجور که گفتم لازم منبع آخر هر بخشی خورده بشه، هر پاراگراف، هر خط، هر جایی که اون میزان مطلبی که استفاده کردی، حالا ممکن یک نیم گذاره باشه، یک جمله باشه، میتونه 2 پاراگراف باشه، اینو حتما آخرش باید پاراگراف ارجاع داشته باشیم. بازم رجوع میکنیم اینجا، نگاه کنیم بچه‌ها، مثلا این خودش یه پاراگراف، خب از اینجا تا اینجا یه خط دیگه، درسته، یه جمله کامل. اینو خودش از یک منبع استفاده، در حالی که یه پاراگراف تا آخرش یه منبع دیگه. استاندارد و درست شیوه ارجاع دادن و تایید کردن محتوا به این شکل، یعنی آخر هر مطلبی که می‌نویسی بر اساس منابع استفاده کردیم بعد ارجاع بدیم، در غیر این صورت گفتم تایید نمیشه. حالا در رابطه با این داشتم توضیح میدادم، مجدی اومده یه کار دیگه کرد، یعنی منبع رو دیده، اومده ارجاع داده ولی ارجاعش به شیوه اشتباهی بود، یعنی مطابق با اون شیوه و سیاست ویکی‌پدیا نبوده. اومده چیکار کرده؟ بذار من مقاله‌شو باز کنم. اول اومده ارجاع رو توی بخش پانویس ذکر، در حالی که این بخش رو، این ارجاع رو باید کپی کنه و آخرش هر خطی بیاره. استانداردش میشه این، نه این جایی که بخش پانویسه. این بخش پانویس جاییه که تمام ارجاعات جمع میشن، مثل حالت احتمالا شما کتابا رو مثلا ژورنال ها و اینا رو دیدین، یا ارجاعات میان تو پاورقی یا تو بعضی از شیوه نامه ها میرن آخر اون بخش یا آخر کتاب. بخش پانویس مثل همینه، یعنی همون پاورقی یا اون بخش پایانی کتابی ژورناله که ارجاعات و چیزا اونجا انباشت میشن. بخاطر این نباید شما ارجاعاتتون رو اونجا ذکر کنید، در واقع ارجاعات خودتون مستقیم اونجا. من گفتم صرفا تو بخش پانویس شما بیاین از کد پانویس استفاده کنید. این کد اگر نمیتونید تایپ کنید، بهتون گفتم برید تو بخش پیش‌فرض‌ها، بخش یادکردها، اینجا بخش پانویس، پایین بخش منابع، اینو بزنید خودش اتومات براتون درج میکنه. اوکی، الان من این خروج رو بگیرم براتون ببینید چجوری شد. ببینید آخر هر خط ارجاع اومد، الان استاندارد شد. حالا کار محتوا نداریم، بحث محتوای فعلا نداریم اصلا. الان همه بخش مطالبی که ذکر شدن ارجاع دارن و ارجاعشون همه به صورت دقیق و منظم اومدن تو بخش پانویس با اون شیوه استانداردی که باید باشه. درست شد؟ قضیه شدید؟ تا الان که ابهامی نداشت بچه‌ها. ایمان میگن قسمت منابع آره میگه اونم توضیح میده. خیلی مرتضی جان شما سوالی نداری یا توضیح نمیخوای بدی در رابطه با مقاله؟ حالا من نکته آخر رو میگم بعدش برمیگردم به خوده. و یه ایراد دیگه ای که هستش بچه‌ها، من حالا ایراد نیست، احتمالاً به خاطر عدم آشنایی زیاده و به مرور زمان با تمرین زیاد و با نوشته زیاد حل میشه. یعنی ایراد عادی، همین ایراداتی که شما فعلا نوشتید ایرادات عادی، حتی به نظرم شما خیلی خوب عمل کردین تا الان در قیاس با افرادی که تازه ویکی‌پدیا رو یاد گرفتن و شروع نکردن مقاله نوشتن. این ایرادی که منابع به صورت معمول هسته، من گفتم آقا برای که منابع رو به صورت دسته‌بندی شده مرتب، چون آخر هر مطلبی که ما می‌نویسید، هر کتاب‌ها، ژورنال‌ها، مقالات نگاه کنید، من آخر از منابعی که استفاده کردن فارغ از بخش پانویس و ارجاع، منابع رو ذکر کردم به ترتیب. حالا ترتیبش کار نداریم، حروف الفبا اینا، منابع دسته اولم دوم چجوری. من این توضیح دادم تو جلسه قبل، برای اینکه منابع ذکر کنید از کجا بگید. گفتم مثلا میتونید بخش پیش‌فرض بکنید، یاد کرد و یاد کرده به استفاده کنید و کپی کنید. درسته؟ اینا کجا اومد؟ خب من یه تستی بیارم پایین همینجا. گفتم یاد کردید بگو بزنید برای خودتون میاد. حالا مجد اومده درست حالا انجام داده، اومده یاد کرده مثلا کتاب یا وب، حالا هر کسی یاد کردی هستش تو وارد کرده، انتخاب کرده و اومده اطلاعات داخلش هم پر کرده. فقط ایرادی داره بچه‌ها، این دوتا کدی که دو طرف هستن رف زده هم خلاصه رفرنسه. این دوتا کد وقتی دو طرف هر چیزی توی متن ویکی‌پدیا قرار بگیرن، به صورت اتومات هر چیزی که بین این دوتا قرار بگیره رفرنس میشه پانویس، میره اینجا. به خاطر همینه
یاد کردی که مثلا مجده اومده نوشته درسته، کامل درسته، ولی اومده مثلا اینجا میاد تو بخش پانویس یا میاد اینجا به صورت ارجاع مانند ذکر میشه. به خاطر من گفتم برای اینکه منابع رو شما ذکر کنید لازم این دو تا رف دو طرفش رو پاک کنید و برای اینکه خب دسته‌بندی مرتب تری بشه و اصولی تری بشه و تو هم ادغام نشن یه ستاره هم بزنید قبلش. الان نگاه کنید به صورت استاندارد منبع درد، اون شیوهی که ایدئالی که مثلا احتمالاً مجده مد نظرش بوده و می‌خواست به این صورت انجام بده. اوکی، اینجوریه. پس من بعد دادنم اینجوریه، شما یعنی یاد کرد و این کد یاد کرد و از اون بخش پایینی انتخاب میکنید، این دو تا رف مهم که تو بخش منابع لازم نیستن پاک میکنید و اگه لازم دیدید برای که حالا تمیزکاری بشه و مرتب تر بشه یه ستاره قبلش میذاری، این ستاره باز میشه. و اگه میخوام مثلا توضیح بدم، مثلا ما 50 تا 5 تا کتاب خب این کتابا همه استفاده شدن، فرض میکنه همه کتابا باشه. اگر این ستاره نباشه اینا میاد تو هم دیگه، این به صورت پشت سر خط خطی میاد، ببینید مثلا یه حالت آشفته مانند میشه، خوانشش سخت میشه، اصلا یه حالت بدجوره و استاندارد هم اصلا نیست. حالا این ستاره یا هشتگ به صورت عدد در میاره، ستاره به صورت دایره توپو باز میشه، اینا بیا همشون توی یه خط مجزا و به صورت پشت سر هم در خط مجزا قرار بگیره. من یک تستی رو انجام بدم و یک مسئله دیگه در رابطه الان من انجام دادم و تو مقاله سرمه هستش هم دادم باشه بگم. این استانداردش اینجوریه، وقتی شما ستاره بزنی این شکلی میشه. حالا اگه هشتگش کنید عدد میشه، یا اگه میخوام انجام بدم هشتگ میزنم میکنید شد عدد 1 2 3 4 5 یه خوش اتومات عدد چجوری لازم نیست شما مثلا بزنید یک نقطه منبع رو بنویسید. اون هشتگ یا ستاره این کار کرده داره، ولی خب به صورت معمول اون چیزی که رایجه توی ویکی‌پدیا تو بخش منابع این که از ستاره استفاده میکنن نه از عدد. یعنی منبع از عدد زیاد استفاده نمیشه و رایج هم نیست و ترجیحاً شما از ستاره یا اون دایره توپ رو استفاده کنید. این از مقاله مجده. حالا من این رو درست میکنم، انتشار میزنم تا ببینید. این است و همونجور که گفتم محتوای بخش کامل نیست. یعنی الان مثلا مجده جان اومده گفته اصالت احتمالا میخواد نمیدونم پیشینی مثلا زندگان پیشینه خاندانیشه نمیدونم چیه شجر نامش بوده این حرفا، اومده گفته بررسی اقوال بیهقی اوفی و هدایت. خب این نباید اینجوری باشه. اون کسی که اومده مقاله رو باز کرده که در رابطه ابو حنیفه اسکافی بخونه میخواد حداقل اطلاع در رابطه اون بخش باشه. اگه قرار ما این شیوه ارجاع بدیم خب دیگه به همه کتاب تحقیق، کتاب حالا پژوهشی جدید، کتابی حالا هر چیز دیگه هر جای دیگه مطالعه کنه. بخاطر وقتی شما بخش میارید و اون عنوان بخش یک عنوانی هستید باید توضیح بدید در رابطه با عنوان. مثلا ببینید آقا بر اساس مثلا چیزی که بیهقی گفته ابو حنیفه اسکافی متعلق به فلان جای خاندانش مثلا خاندان ایرانی بودن، از طبقه فلان بودن ولی اوفی میگه نه اینجوری نبوده، ایرانی نبوده، ترک بوده، از طبقه فلان بوده، پدرش مثلا جنگجو بوده، اون میگه نه مثلا هدایت میگه نه پدرش مثلا کشاورز بوده. اینجوری باید بیاد اصالت، نه بیاین صرفا بگیم بررسی اقوال بیهقی اوفی و هدایت. این اصلا اطلاعاتی نمیرسونه. یه خواننده هیچ درکی از موضوع پیدا نمیکنه و این به نوعی اشتباهه. محتوای دندوگیری اصطلاحاً نیستش که ما بتونیم ازش استفاده کنیم. و همونجا هم که گفتم بچه‌ها تو جلسات قبلی گفتم ویکی‌پدیا دانشنامه آزاد و همگانیه. این دانشنامه آزاد برای همگانه. یعنی شما مطالبی که می‌نویسید باید جوری باشه که همه افراد صرفاً برای خودتون یا مثلا یه سری افراد متخصص در دانشگاه نباید باشه. برای این در نظر بگیرید که کسی ممکنه در یک روستا دور افتاده میخواد بیاد در رابطه با ابو حنیفه اسکافی بخونه، در حالی که هیچ منبع و چیزی هم دسترسی نداره. باید جور نوشته شده باشه که اون بتونه حداقل اطلاعات رو به دست بیاره. و همین جهت این موضوع خیلی مهمه که شما چیزی که می‌نویسید و جوری که می‌نویسید جوری باشه که همه بتونن ازش استفاده کنن. حتی
از اون استاد دانشگاه گرفته تا یه شخصی که مثلا در حد 2 کلاس سواد بیشتر نداره و صرفا علاقه‌مند در اون موضوع بخونه یا اصلا گذرا افتاده بود، چی میگن اصلا نگاه گذرا افتاده به این مقاله و این موضوع. این از این برای بخش دیگه هم بچه‌ها صدق میکنه. مثلا برای محققان سرشناس بخش بسیار جالبیه که مثلا منظور احتمالاً موجی این بوده که مثلا چه افرادی اومدن در رابطه با شخصیت ابوحنیفه اسکافی به صورت اختصاصی کار کردن چه پژوهشگرایی، ولی خب لازم توضیح بده مثلا هدایت چه کارهایی کرده، خودش کی بوده، چه کار کرده، پیوند بده. این حرفا صرفا ذکر اسمشون کفایت نمیکنه. این از مقاله مژده. حالا چون تک مقالم نوشته بود این مقاله نیستش، من مقاله دیگه‌ش هم بررسی کنم. حالا اگه خودش توضیحی داره، سوالی داره بپرسید، یا بچه اگه شما هم سوالی دارید، مسئله‌ای دارید بپرسید، چون تا الان از جلسه اول تا الان شما هیچ کدوم سوال نپرسید. من این ذهنیت پیش میاد که آقا مثلا موضوعات متوجه شد و من موضوعات رو ایرادات رو نوشتم و جلسه بعدی ازتون می‌خوام ایرادات رو نداشته باشه حداقل، چون ایرادات توضیح داده شده و شما میتونید بپرسید. و همینجوری اگه سوالی الان مسئله یا ابهامی تو ذهنتون شکل گرفته بپرسید، من توضیح بدم، چون ممکن حالا این چیزایی از ذهن من ممکن یاد شما 3 تا مقاله دارید بر اساس اون چیزی که من دیدم. حالا بذار من باز میکنم ببینم. خیلی حالا 2 تا مقاله دیگه هم بررسی کنم. خب این از ابوحنیفه اسکافی. در تو به خود ابوحنیفه اسکافی آره دیدم، من تمرین 3 و 4 تا الان باز کردم، الان همزمان با هم بررسی میکنم. الان خودت مسئله مشکلی سوالی در رابطه با مقاله ابوحنیفه اسکافی که نوشتی نداری؟ خیلی عالی. حالا من میرم سراغ مقاله بعدی که صفحه تمرینه. خب این مقاله رو بذار ببینم کی نوشتی. مقاله رو چند دقیقه قبل از کلاس نوشتی. خب ایرادی نداره، چون ایراداتی که همون بر اساس چیزی که من میبینم بازم اون ایراداتی که مثلا در مقاله قبلی هستش، یعنی منابع و پانویسات شیوه استاندارد و درستی ذکر نشدن، مثلا اون رفع 2 طرف منابع پاک نشده، لید بولد کلش در حالی که کل لید لازم نیست بولد باشه، صرفا عنوان مقاله که همون ترجمه را احتمالاً اینجا ترجمه رساله این هستش. و اینکه حالا این نکته جالب رو به ذهنم رسید، بچه‌ها لازم نیست عنوان اصلی مقاله رو بخش کنید. یعنی برای من این مورد رو برای سرمم دیدم عنوان بخش شما اومدید یه بخش تعریف کردیم 2 تا مساوی، عنوان بخش اونجا قرار لازم نیست. اولا عنوان مقاله بالا ذکر میشه، عنوان صفحه. دوم که صرفا تو لید بخش اولی لید اصلا لازم نیست شما بخش بندیش کنید. بخش لید اصلا نیاز به بخش نداره، صرفا خط اول، این حرفی که شروع میکنید، این کلمه‌ای که با شروع میکنید عنوان مقاله باشه و اونم بود شده باشه. دیگه لازم نیست بخش بندیش کنید. این بخش بندی اشتباه لازم نیست و حشوه و اصلا حشو هم اشتباهه. من این گفتم 2 تا بخش باید پاک بشه. من اینو پاک کنم. این بولد کل دیدم گفتم لازم نیست بولد باشه، صرفا عنوان که اون بحث ترجمه است بولد میکنید، این بولد میکنید. جدول اطلاعات هم گفتم باید بیاد اول قبل از لید. اینجا از اینجا پاک میشه. اینجا یه سری حروف نوشتی، نمیدونم همزه و الف و ا و این زمو و فتحه و این اصلا نمیدونم چرا ذکر نوشته شدن. خب حالا احتمالا ایرادات تایپی مورد نیستش. این از اینجا ارجاع نداره، این باید ارجاع داشته باشه. صحت ترجمه عنوانش من مبهمه واسم،
چون نمیشه ابوالفتوح عبدالرحمن محمد نیشابوری. من الان متوجه نمیشه این صحت ترجمه چیه و این چه ربطی به این داره. در واقع باید توضیح داده بشه که من بفهمم این موضوع اصلا عنوان چیه، یا عنوان اونقدر و واضح باشه که آدم بفهمه تو اون بخش قرار چی بخونه. چون ممکنه اینو گفتم در نظر بگیرید که برای همگان باید بنویسیم ما توی ویکی‌پدیا. شاید در نظر بگیرید یک شخصی که اومده مقاله رو بخونه صرفا با یک عنوان، صرفا با یک بخش کار داشته باشه. لازم نداره همه مقاله بخونه. بخاطر این عنوان‌ها و عنوان‌های دقیق و مشخص شده‌ای باشن تا خواننده بتونه راحت‌تر اون مطلبی که دنبالش رو پیدا کنه. در حالی که صحت ترجمه مثلا متوجه صحت ترجمه نمیشم. حالا این ترجمه ها رو میفهمم که آقای عثمانی یه ترجمه از این کتاب انجام داده، محمد نیشابوری هم یه صحت ترجمه احتمالاً میخواد بگه آقای ترجمهش خاص درست بود و این حرفا. ولی خب این برای منی که مثلا حالا به نوعی با تاریخ و اینا کار کردم یکم مشخصه، واضحه، ولی برای خواننده ممکنه اینجوری نباشه. خاطر این بخش مبهمی برام. این نسخه موجود از ترجمه خیلی بخش خوبیه ولی ارجاع لازم داره. من از کجا متوجه بشم؟ از ترجمه این مثلا ابوعلی حسن بن احمد عثمانی توی مثلا کتابخونه موزه بریتانیا یک چیز وجود داره، نسخه وجود داره، بعد ارجاع داده بشه. همین بخش دیگه هم اوکی ان، جستارهای وابسته هم که بازم ایرادی نداره ولی لازم نیست. پانویس و منبع هم ایراد قبلی رو داره، یعنی در حدی که این پانویس باید بره آخر همه بخش ها، آخر مطالبتون. حالا با این فرض در نظر میگه که شما البته ما این فرض در نظر میگه که مژده از یک منبع، یعنی همین تاریخ ادبیات در ایران که نوشته صفاست و بیولو صفاست استفاده که برای نوشته همین مطالب. خاطر این ارجاعات من برای همه‌شون می‌نویسم و اینجا قرار شد از این الگو استفاده کنیم. پانویس بخش انگلیسی. این رف هم گفتم توی منابع باید پاک بشه، ستاره میاد به جایش، این رف این طرفش هم پاک میشه. الان تا حدودی مطلب مژده استانداردتر شد. ببینید ارجاعات اینجوریه به ترتیب اومدن تو بخش پانویس. مژده من نمیدونم این ایراد تو مقالات خیلی میبینم، تشدید و ضم و اینا که بالا میاد معمولا اینجاها، من خودت میدونی یا نه؟ اینا برای چی؟ اگه دلیلی خاصی داره میتونی برام توضیح بدی؟ من چون خیلی دیدم تو مقالات. اشتباه تایپی بوده، منظوری داشتی؟ من چون دیدم یک بار نه بیشتر از یک بار چند بار انجام. اگه میتونی صحبت کنی بهتره تا پیام بدی، چون میبینم اینجا رو آوردی، اینجا آوردی، قبل از اینم آورده بودی که من پاکش کردم. تو مقاله قبلی یک بار بود. کنم دلیل خاصی داره یا نه صرفا اشتباه تایپیه بسوت مکرر؟ حالا ایرادی نداره، ایراد تایپیه یا صرفا به خاطر چیزه قصد خاصی داشتی؟ آره من خودم تعجب کردم، نمیدونم به خاطر چی اومدم، ولی خب اینا اشتباه و پاک بشن. شخص انسان دستت خورد این حرفا. این از این. حالا من لیدو میخونم، اصل اثر یعنی نوشته. خب این تا حدود لیدش یکم استانداردتر از قبلی است، ولی خب نیاز داره بازم اصلاح بشه. یعنی استاندارد نیست، ولی نسبت به اون مقاله قبلی مژده خیلی بهتره. یعنی حداقل یه سری اطلاعات داده که مثلا خواننده درک کنه موضوع رو و یه سری اطلاعات درک پیدا کسب کنه، همین که سرشناسی موضوع محرز بشه و بتونه تو مقاله ویکی‌پدیا مقالش موندگار بشه. در حالی که تو مقاله دیدیم اینجوری نیست. چون اینجا گفته رو مثلا میتونیم بگیم ترجمه اثر استاد مثلا این. خب این نکته مهم الان جمعه بچه‌ها من گفتم یکی از ویژگی‌های مهم ویکی‌پدیا این که ویکی‌پدیا بی‌طرفانه
ایده ها و همه گروه ها و از همه ایدئولوژی رو در خودش جای بده. با این حال یه سری موضوعات هستن باز میشه این جانب بی‌طرفی از بین بره. یکیش هم این استفاده از القابه. مثلا لفظ استاد یه لفظ چی میگن، یه لقبه، عنوانه که باعث میشه اون بر اساس سیاست ویکی‌پدیا اون جانبدارانه بشه اون مطلب. حالا ممکنه استاد بوده باشه، ما شک نداریم، ولی آیا برای همه از نظر همه استاد بوده؟ این موضوع برای همه عناوین یا لقب‌ها صرف میکنه. بخاطر همین بچه‌ها برای اینکه مقالتون از نظر جانبدار و بی‌طرفانه مطلب استاندارد و درستی باشه، اصلا از عناوین و القاب توی مطالب استفاده نکنید. هر چقدر طرف میخواد مثلا استاد باشه، بزرگ باشه، شاخ باشه، اصطلاحاً خودمونی و جدیدی، این القاب رو نباید استفاده کنید. وقتی مثلا حتی امامم، حالا من نمیدونم امام حسب اون چیزش رنگ اصطلاحاً جایگاه دین مذهبی داشته یا نه، ولی ترجیحاً هم استاد هم امام استفاده نکنید. شما اگه مقالات موضوعات مذهبی هم تو ویکی‌پدیا نگاه کنید، مثلا چه مقاله خب من یه مقاله باز کنم، مثلا مقاله رو میبینید این مثلا این علی ابن ابی طالب امام اول مثلا شیعیان، درسته شیعیان امامی، ولی تو ویکی‌پدیا میبینید عنوانش ننوشته امام علی، نوشته علی ابن ابی طالب. خب صرفا اومده ذکر کرده که امام اول مثلا شیعه است، خب که اون صرفا برای اطلاع دادن، ولی نگاه کنید از القاب استفاده نشده، حتی مقاله مذهبی باشه. خاطر این اصلا توی مقالاتتون از عناوین و القاب استفاده نکنید و ترجمه پاکشون کنید، چون اینجور باعث میشه مقالات جانبدارانه بشه. پس این دو تا لقب من پاک میکنم، میشه ترجمه فلان اثر ابوالحسن عبدالکریم نوشتش از که بعدها که بعد توسط نومد شده. الان یکم استاندارد شد. الان نگاه کنید اینجوری شد. الان لید تا حدود یه لید خوب و تقریبا استانداردیه و اوکی. ببینید بچه‌ها بازم سوالی ندارید؟ اصلا صدای من دارید بچه‌ها؟ بجز موریست جان، سرم، پردیس؟ من هم صدا تو دارم گوش میدم. خیلی خوب. اونم بچه‌ها هم هستن، حواسشون هستش یا نه؟ و اینکه بچه‌ها حالا ایمان یه لحظه همین ویدیو بیار. بله بفرمایید. من این نکته بگم مجد اگه صدامو میشنوی، ببین نوشته این که بلندتر حرف صدا تو که زدی. صدا من خوبه؟ الان عالی شد. آره ببین من یه نکته بگم، الان دارم ویدیو میخونم به عنوان یک آدمی که هیچ شناختی از قشیریه و رساله قشیریه نداره، بگم این خط اول که نوشته شده چه داره؟ نوشته ترجمه رساله قشیریه اثر ابوالقاسم عبدالکریم ابن حوازن قشیری به سال فلان است که توسط دو تا از شاگردان خود او به فارسی برگردانده شده است. خب ترجمه به فارسی برگردانده شده یا رساله خودش به زبان دیگه بوده بعد ترجمهش به فارسی برگردانده شده؟ ترجمه اثر عبدالکریمه یا خود اثر اصلی مال عبدالکریمه؟ بعد زبان اصلی چه زبانی بوده اصلا؟ عربی بوده، فارسی بوده، نمیدونم انگلیسی بوده، بعدا برگردونده. اینا همه ابهاماییه که توی اون خط اول من باهاش مواجه شدم که دقیقاً این اثر از کیه و به چه زبانی بوده، بعد در چی بوده، مثلا آیا این اثر شعر نثر مثلا چیه، مثلا مشخص نمی‌کنه این توی اطلاعات آورده نثر گیج میکنه. مرسی. خدا. آره بچه‌ها من امامی از توضیحاتتون همونجور که حالا گفتم لید باید حداقل اطلاعات موجود در رابطه با موضوع ارائه بده. حالا این نکته که من گفتم کاملا درسته. مثلا این حالا من که گفتم اوکی در قیاس با لید مقاله قبلی اولیه مجده بود گفتم، ولی به نوبه خودش باز ایراد داره و اینکه
اینجوری نباید باشه و اطلاعات بیشتری داشته باشه و ابهام هم نباید داشته باشه. باید خیلی واضح، دقیق، مشخص با حداقل اطلاعات لازم و کافی باشه تا حداقل اطلاعات کافی رو هم برسونه. در غیر این صورت خب مبهم باشه، خب جای بحث و اختلاف پیش میاد. این از مقاله دومه مجده. مقاله سومش هم که صرفا بخش بندی شده و پدیدارشناسیه. بازم همون ایرادات مقاله قبلیه، اومده لیدو نوشته، لیدو عنوان رو دوباره بخش کرده که لازم نیست، کل مطلبی که نوشته خط ابتدایی اون لیدو دوباره همش بولد کرده که بازم لازم نیست، صرفا گفتم عنوان رو بکنید. توضیحاتش بازم بهتره برای توضیح، ولی خب منبع نداره، صرفا بخش بندی شده، مثلا سیر تاریخی، روش کارگاه، خب اینا بازم خوبه ولی خب ما نمیدونیم چه منبعش چیه، بر چه اساسی نوشته شده و این دو تا مسئله اصلی که هم منبع باشه رو اصلا رعایت نکردن. یعنی این مقاله استانداردی توی ویکی‌پدیا نیست و پاک میشه. بین حالا مقالات حالا مجده بدن مقاله دوم بهتر است مقالات دیگه بود، ولی مقاله آخری تقریبا هیچ ویژگی رو، هیچ شرط از شروط اصلی رو رعایت نکرده. یعنی صرفا اومده بخش بندی شده و یه جمله آورده که اونم منبع نداره و نمیشه تاییدش کرد و خودش مسئله است. حالا یه نکته بگم، جانم بفهم. مقاله سوم مجده که من دارم می‌بینم پسا پدیدارشناسی، به نظرم حالا با تمام این در واقع انتقاداتی که تو داشتی، ولی جمله اولش خیلی خوب اون چیزی که باید رسونده. درست منبع میگه پدیدارشناسی به عنوان یک رویکرد جدید در فلسفه فناوری میباشد. یعنی برای منی که در واقع اولین بار با این واژه مواجه میشم، متوجه میشم که یک رویکرد جدید در فلسفه فناوری که میتونه ادراک مثلا انسان رو تغییر بده. از نظر جمله بندی منظورم اینه که این خیلی باره جمله اول خوب اشاره کرده به اون چیزی که باید. دقیقاً دوستان یه میگم این بحثایی که مثلا ما الان داریم می‌کنیم در مورد جمله بندی و اینا، این حالا لزوما مال ویکی‌پدیا نیست. شما هر وقتی که بخواید مدخل بنویسید، کلا نوشتن مدخل در هر جایی، در هر دانشنامه‌ای و هر سبکی، باید از همین چیزا پیروی بکنید. یکی فقط مختصر نیست. مرسی. آره ممنون امامی، بازم تشکر می‌کنم ازت. دقیقاً من گفتم مطلبی کلیدی که نوشته در قیاس با دو تا مقاله قبلیش بهتر، ولی خب بازم هر چقدر عالی نشه چون منبع نداشته باشه قابل تایید نیست و به نظر من هر چقدر خوب بنویسه آدم و استاندارد نوشته باشه نیست در قیاس با مطالب راهای دیگه یا هر چیزای دیگه، اگه منبع نداشته باشه به نظر از نظر من قابل قبول نیستش. و همین جهت با اینکه خوب نوشته ولی خب نمیتونم قبول کنم که این مطلب جمله که نوشته شده مفهوم جمله خوبی، چون نیاز به منبع داره که تایید بشه و به خاطر من خیلی تاکید دارم بچه‌ها روی منبع و ارجاع دادن و تایید کردن محتواهایی که آوردید، چون جای مناقشه ایجاد باعث مناقشه میشه با نوع خودش و که همین چیز دیگه. این از مقالات مجده. جان سوالی ندارید؟ آره متوجه شدم، یعنی متوجه شدم که سریع اومدید بنویسی و ایرادی نداره. اگه بتونی حالا آخر جلسه به بچه‌ها میگم از هر کدوم که از این سه تا مقاله یا یه مقاله نوشتیم سعی کنید یک از این مقالات رو کاملتر و جامع‌تر کنید و جلسه آخر که جلسه بعد میخوام مقالاتی که نوشته شده از اون حالت مقاله خرد که آخر توضیح میدم واسهتون در اومده باشه، این مقاله تقریبا استاندارد متوسط باشه. خواهش میکنم وظیفه بود و اگه سوالی نداره دیگه پس میام سراغ مقاله بعدی که پردیسه. خب پردیس آنلاین که هستیش؟ پردیس نام نفشان؟ خیلی آنلاین هستش. خب
هر روز مقالش من دارم بر اساس چیزی میبینم از نظر ظاهری تا حدودی اوکیه، خوبه، یعنی لید خوبیه، یعنی اومده نشه الف شبانه رمانی به قلم پاتریک مودیانو در 4 اکتبر 2012 توسط انتشارات گالیمار مثلا منتشر شده. لیدش لید استانداردی به نسبت خیلی خوبه. خلاصه هم اومده نوشته، جدول اطلاعات آورده که احتمالاً بر اساس اون لوگویی که آورده، یعنی این چیزی که بالا اومده احتمالاً کپی کرده، حالا نمیدونم از مقاله فرانسویش انگلیسیش آورده و عنوان‌ها رو ترجمه کرده. اینجوری بوده پردیس؟ یعنی شما رفتی کپی کردید و ترجمه کردید، چون اون لوگو چیز بالا، این لوگو برگزیدن حواست نبود آوردی. خب نه، ترجمه میگم مثلا رفتی مقاله فرانسوی رو باز کردی، مطالبش رو کپی کردی اومدی ترجمه کردی، یا نه صرفا ترجمه که بعدا خود اومدی اینا رو اضافه کردی. خب فقط الگوی جعبه اطلاعات رو کپی کردی. حالا من نمیدونم این از کجا اومده، اگه بذارید باز کنم اینو من نمیدونم کی اومده گذاشته، ولی نباید باشه. مقاله برگزیده ایراد داره، من پاکش میکنم تا موضوع دیگه. خب اولا که با اینکه هر چقدر خوب نوشته جدول اطلاعات داره، هرچند بعضی عنوانات تو جدول اطلاعات با ترجمه شدن، مثلا اینجوری بلانش فلان این چیزا کاری نداریم، اینجا میرسی گیلمار این چیزا کاری ندارم. اینا رو تو جدول اطلاعات من نخواستم ازتون، زیاد ایراد وارد نمی‌کنم. با این حال نکته اساسی داره، هر چقدر خوب نوشته شده باشه، خلاصه داشته باشه، یه بخش کامل، تقریبا بحث خلاصه‌اش یه بخش کامله، از محتوای بخش خوبیه، دیدش هم اوکی، ولی مطلب چیز نداره، ارجاع نداره، منبع نداره. با این حال هر چقدر شما بگید من ترجمه کردم، باید مشخص بشه از کدوم منبع ترجمه کردی، از کجا ترجمه کردی. من خواننده که الان مقاله باز میکنم، الف شبانه مثلا رمان الف شبانه میکنم، اون از کجا نوشته شده، بر اساس چه منبعی نوشته شده، یا بر اساس چه منبعی ترجمه شده. بر اساس همون مقاله فرانسوی ترجمه کردی یا بر اساس چیز انگلیسی؟ خب مقاله بر اساس لازم مثلا، حالا اینم یه الگو میخواد برای که منبع، ولی لازم اینجا ارجاع داده بشه، اینجا هم ارجاع داده بشه. بچه‌ها لید در صورتی نیاز به ارجاع نداره که کل محتوایی که توی لید ارائه شده و اون آورده شده به صورت کاملتر توی متن اومده باشه. من اونجا گفتم لید در واقع خلاصه از کل مقاله‌ای که شما می‌نویسید. اگر مقاله شما این مقاله کامل و جامع هستش، و من این مثالا باز میکنم واسهتون. خب مقاله روزمره، مثلا امروز مقاله دمنوش، مقاله برگزیده است، مقاله روز امروز تو ویکی‌پدیا صفحه نکنید این لیده، درسته؟ نگاه کنید بجز اینجا که یه هدفی داشتی که اومد توضیح داده، یعنی اینو پاورقی داده، هیچ ارجاعی به منبع ذکر نشده. چرا؟ چون تمامی محتواهایی که اینجا اومده در واقع خلاصه از کل مطالبی که اینجا که ارجاع هم دارن، از کل مطالبی که تو خلاصه در لید میان، اگر توی مقاله اون ورده باشه نیاز به ارجاع نداره، در غیر این صورت و ارجاع بده. مثلا مقاله پردیس خب اومده خلاصه رو گفته، تو خلاصه خب قطعا اطلاعاتی در رابطه با الف شبانه نگفته، رمان صرفا اومده خلاصه داستان گفته که اوکی، ولی خب من از کجا بفهمم اون اصلا رمان الف شبانه مال پاتریک مودیانو است؟ از کجا بدونم؟ بر چه اساس؟ چون منبع نداره. اگر اومده بود توی مقاله بخش پایینی اینو توضیح داده بود که در یه بخش اومده مثلا ایجاد کرده بود در رابطه با نویسنده، و تو اون بخش نویسنده توضیح داده که پاتریک مودیانو بوده، فلان بوده، اونجوری بوده، اینجوری نوشته، در همون سال نوشته، فلان نوشته، خب آره، و ارجاع اونجا داده بود، آره از نظر من اوکی بود که اینجا ارجاع نده، چون این در واقع خلاصه است از اونجا.
ولی چون خلاصه اون مطلب کاملتر و جامعتر توی بخش تو خود مقاله وجود نداره، به خاطر همین اینجا لازم حداقل اینجا لازم ارجاع داده بشه و این وجود نداره و این خودش ایراده و مطلبی که نوشته پردیس قابل تایید نیست، تایید پذیری رو نداره، شرط تایید پذیری رو برآورده نمیکنه. با این حال خلاصه داستان داره، خوبه، بخش بندیش به نوعی استاندارده، بازم میگم دیدش هم اوکیه، جدول اطلاعاتش هم خوبه. با این حال منبع من دو تا بخش رو میارم میگم کاملش کنه. حالا اگه تونست این دو تا بخش اصلی مهمن، منبع لازم داره. حالا اونجایی که منبع لازم داره من الگوی منبع لازم رو میذارم که وقتی شما منبع رو گذاشتید اینا رو پاک کنید با اون موقع اینا پاک بشه. بکنید اینجا زده الان من این الگو رو زدم نمیشه نیازمند منبع، اینجا هم نیازمند. حالا شما اومدی خلاصه داستانش من از کجا بدونم شما از خود داستان رو تحریف نکرده باشی؟ از کجا بدونم شما درست گفتی؟ از کجا نمیدونم مثلا اومدی یه داستان خیالی ذهن خود وارد موضوع نکرده باشی؟ بخاطر اینجا لازم منبع وجود داشته باشه. پس اینجا شرط منبع خیلی مهمه. حالا یه نکته که اینجا لازم من بهتون اشاره کنم بچه‌ها، بحث منبع است. من همونجوری که تو جلسه قبل هم توضیح حرف زدیم، منبع تو منابعی که شما ترجمه و استفاده کنید منابعی باید باشن منابع معتبر، جدید، توسط پژوهشگر نوشته شده باشن و ترجیحاً از این منابع استفاده کنید. با این حال ممکن سوال بیاد آقا من چرا مثلا میخوام در رابطه با این موضوع بنویسم، چرا از خود منبع مثلا پردیس اومده مثلا در رابطه با علف شبانه نوشته، گفتم من میخوام از خود این منبع استفاده کنم. حالا این موضوع نه، مثلا اومده در رابطه با یه موضوع مثلا چه بگم مثال بزنم، مثلا در رابطه با یه شخص تاریخی مثلا میخوام بزنم، مثلا صلاح‌الدین ایوبی اومده نوشته، میگه آقا من چرا نمیتونم از مقاله مثلا مورخی که همراه با صلاح‌الدین زندگی میکرده و همراهش بوده به نوعی شاهد رویدادهای زندگی اون بوده استفاده کنم؟ چرا نتونم؟ اینجا میگن این منابع رو میگن اولا منابع دست اول، منابعی هستن که مقارن با اون موضوع یا همزمان با اون موضوع نوشته شدن به صورت خوب مختصر و خلاصه اگه میخوام توضیح بدم. با اینکه این منابع حداقل اطلاعات زیادی دارن و خیلی جامع هستن، خیلی کامل هستن و نزدیک به موضوع هستن، ولی خب یه مسئله دارن. همین موضوع نگاه کنید، همین که مثلا گفتم مورخ صلاح‌الدین ایوبی چرا استفاده نکنم، خب نگاه کنید این طرف مورخ صلاح‌الدین ایوبی بود، به نوعی وابستگی داشته، ممکن خب چون وابستگی داشته و از نزدیکان صلاح‌الدین بوده باشه اومده تاریخ خود به نوعی تاریخ رو جور نوشته، تاریخ خودش رو که به نفع صلاح‌الدین باشه، بدیاشو نگفته اومده خوبیاشو گفته، یا اومده مثلا اشتباهاتشو نگفته اومده کاری که درست بوده رو نگفته. به خاطر همین استفاده از این منابع دست اول باعث میشه مطلب ما به نوعی، چون ما خب اکثر ما افرادی هستیم، حالا ما فرضمون که هیچ کدوم متخصصیم و امن نیستیم، صرفا بر حسب علاقمون نیستیم، چون ما متخصص امن نیستیم ممکنه توی وادی بیفتیم، دام این مسئله بیفتیم و وارد این نوع نگاه مورخ بشیم بوده که متوجه بشیم و به نوع خودش این باعث میشه مطلبی که میاریم و مینویسیم جهت‌دار بشه. خب در حالی که نباید اینجور بشه. گفتم مقاله ویکی‌پدیا بر اساس بی‌طرفی و عدم جانبدارانه پیش میره، این باعث میشه خب ما جانبدارانه کنیم، در حالی که من نخوام مثلا من دارم در صلاح‌الدین می‌نویسم اگه مثلا متوجه نشم به صورت ناخودآگاه مثلا از مورخ مقارن با صلاح‌الدین استفاده میکنم، با اینکه مثلا خیلی اطلاعات کامل و جانبدار و ناخودآگاه افتادم دام طرف، اومدم هر چیزی اطلاعاتی که آوردم به نوعی تحسین مثلا صلاح‌الدین ایوبی بود. خب این باعث میشه اون جانبدارانه بشه مطلب و بی‌طرفی رعایت نشه. در اینجاست که ما تاکید میکنیم منابع پژوهشی جدید استفاده کنیم. چرا؟ چون کسی که کتاب پژوهشی یا منبع پژوهشی نوشته شخصی قطعا آکادمیک بوده، تحصیلات آکادمیک داشته و اومده تقریبا تمامی منابع دست اول مثل این منابع که منابعی که گفتم بررسی کرده، یه دید کلی جامع و بی‌طرفانه، حداقل حالا نمیشه گفت همه موضوع بی‌طرفانه، همه مورخان بی‌طرفانه، ولی حداقل سعی کرده همه منابع دیده، اومده همه نقطه نظرات و
ایده ها و روایت های موجود از اون شخص و موضوع رو ذکر کرده و این باعث میشه این بی‌طرفی رعایت بشه، استفاده کردن از اینا و ما تو دام اون جانبدارانه بودن مطلب مثلا مورخ دست اول نیفتیم. حالا این نکته لازم بود بگم چون مطلب مهمیه، چون همتون حالا به نوعی یا ادبیات کار میکنید یا تاریخی هستید، ممکنه این مسئله براتون پیش بیاد. پس از منبع دست اول استفاده نکنید و استفاده از دست منبع یک شرط داره که اون حالا لازم نیست براتون توضیح بدم و اگه لازم میدونید براتون توضیح میدم، ولی خب ترجیح استفاده نکنید. از منابع پژوهشی جدید استفاده کنید که توسط یک پژوهشگر جدید و معتبر نوشته شده باشه. این در رابطه با منابع. خب پریز جان، مقاله چون یه مقاله بیشتر ننوشته بودی، من مقاله بررسی کردم. خاطر بیشتر از اینم برای ذهنم از مقاله به ذهنم نمیرسه. اگه خود سوال یا مسئله دارید بپرسید. مرسی. فقط من یه سوال دارم. یکی از ترجمه های این کتاب اسمش پرسه شبانه است، خانم نازنین عرب ترجمه کرده. حالا مثلا من به جای علف شبانه بنویسم پرسه شبانه، باید اینو رفرنس بنویسم ترجمه مثلا خانم نازنین عرب هستش این عنوان؟ بله دقیقاً. شما مثلا توی لید اینجا که نوشته علف شبانه میتونید به این شکلی بنویسید، مثلا علف شبانه یا اون عنوانی که گفتی چی بود؟ ببخشید من یادم رفت. پرسه شبانه. پرسه شبانه. خب مثلا کنید این شکلی، این به این صورت در میاد، علف شبانه یا پرسه شبانه تو عنوان. حالا بعد از پرسه شبانه تو یک رفرنس میدی، یه توضیحات، یه بخش رف میاری که آره بر اساس این ترجمه من اومدم این عنوان رو آوردم، علف شبانه هم بر اساس فلان ترجمه اومدم گفتم. اوکی؟ یعنی برای این دو تا عنوان مختلف که دو تا روایت، دو تا ترجمه مختلف باید ارجاع بیاری. یعنی میگه آقا علف شبانه رو بر اساس فلان ترجمه گفتم آوردم، پرس شبانه بر اساس فلان منبع. ایمان ببخشید من یه سوال داشتم. پرس میگم این عنوان علف شبانه رو از کجا آوردی؟ مردی صدای من داری؟ ببین توی این رمانه این علف شبانه یه شعریه که خود شخصیت اصلی یعنی نویسنده در واقع از اون الهام گرفته که اسمش علف شبانه است. ترجمه هایم که توی سایت های اینترنتی دیدم که برای معرفی کتاب بوده، همچنین اپ هایی که برای کتاب هستن، علف شبانه نوشته بود. اما حالا کتابشو که دارم مثلا خانم نازنین عرب اینو پرسه شبانه ترجمه کرده، یعنی دو حالت رو دیدم. نه یعنی عنوان کتاب فرانسوی چیه؟ علف شبانه یا پرسه شبانه؟ خودش لق دمی میشه، یعنی علف شبانه لق میشه علف. بعد توی فارسی یه بار ترجمه شده به اسم پرسه شبانه. آره یکی از ترجمه هاشی که دارم، من 2 تا ترجمه ازش دیدم، حالا مترجم اول خاطرم نیست اسمش، اما خانم عرب نوشته پرسه شبانه. آها. تو ما یک قانونی داریم در ویکی‌پدیا به اسم وب رایج. وب رایج میگه چیزی که رایجه رو باید استفاده کرد، نه چیزی که لزوما درسته. برای اینکه در واقع بتونم موضوع رو توضیح بدم از یک مثال استفاده میکنم. یه تیمی داریم ما داخل ازبکستان، تیم فوتبالی داریم داخل ازبکستان به اسم پاختاکور، احتمالا همه اسمش رو شنیدید. پاختاکور در واقع اسم اصلی و درستش پختکاره، یک کلمه فارسی. پخته یعنی پنبه، کار هم یعنی کار، یعنی تیم پنبه کاران در واقع، مثل که اسم تیم پنبه کار باشه. منتها این مجریان نشندان آشنای ما با خط در واقع لاتین اینو پاختاکور خوندن بار اول و این پاختاکور جا افتاد به طوری که الان دیگه کسی اون تیم رو به اسم پختکار نمیشناسه، پاختاکور میشناسه. به غلط
ولی حالا که به غلط جا افتاده رایج شده، بر اساس وب رایج ما پاختاکور می‌نویسیم. منتها تو خط اول می‌نویسیم که پاختاکور که نام درستش مثلا فلان است، فلان تیمیست از ازبکستان فلان فلان. حالا در مورد این رمان هم اگر یه ترجمه فقط داره در فارسی و اون ترجمه اسمش پرسه شبانه است، عنوان مقاله و کلمه اول باید پرسه شبانه باشه که میشه در توضیحش نوشت که ترجمهش علف شبانه، اسم اصلیش علف شبانه است. من توضیح ندارم. میدونی آرشون در واقع دو تا سلیقه مختلف بوده توی ترجمه. الان یادم مثلا اون ترجمه اولش خانم درویش علف شبانه گذاشته، اما مثلا یکی دیگه پرسه شبانه گذاشته. حالا مثلا نمیدونم، من حس کردم علف شبانه درست‌تر این ترجمه، ولی خب حالا بحث سلیقه که باشه احساس میکنم اگه مثلا پرسه باشه جذاب‌تره. مثلا من باشم این کتابو ترجمه کرده باشم پرسه میذارم، ولی خب نمیدونم، احساس میکنم دیگه بحث سلیقه است، ولی فکر میکنم بهتره هر دو تا حالت رو بنویسم. نه ببین، اگر ما دو تا ترجمه داریم با دو تا عنوان، اون وقت بحث متفاوت میشه. من فکر کردم یه دونه فقط ترجمه داریم با ترجمه پرسه شبانه. اگر هر دو تا عنوان، نه دو تا ترجمه است. اوکی پس درسته، کارت کاملا درسته. اگر یکی داشتیم اوضاع متفاوت میشه. مرسی. خیلی ممنون از آقای امامی. آره درست گفتم آقای امامی، اگر خب دو تا ترجمه باشه اوکی به این صورت، و اینم در نظر بگید سلیقه نباید معامله کنید، چون مثلا بگیم مثلا من خودم حس میکنم اینجوری بهتره، در نمیشه باید درست باشه. برای ببینیم بر اساس اون چیزی که رایجه ما باید عمل کنیم. مثلا بر اساس من ممکن خیلی چیزا اشتباه باشه، برای نمیدونم بر اساس خودم، ایده خودم و حرف از سلیقه خودم عمل کنم، بر اساس قوانین باید عمل کنم. این نکته بود که حالا بگم. و از همه منتهی نکته الان یادم افتاد در از مقاله پردیس، این که چون عنوان کتاب آورده علاوه که بعد باید بولد باشه، ایتالیک هم باید باشه، یک کج هم باید باشه، چون عنوان کتابه، استانداردش اینه. بچه عنوان‌های کتاب‌ها رو توی متنتون، حالا تو متن ویکی‌پدیا یا در هر متن علمی دیگه بنویسید یا هر جا دیگه بنویسید باید ایتالیک کج باشن. اینم از این. خب پرس جان سال دیگه ندادی بجز عنوان؟ خیلی پس حالا بر اساس اون سال آخری که پرسیدی، عنوان مقالت حالا میتونه هم پرسه شبانه باشه، هم میتونه علف شبانه باشه. تو یکی از این عنوان رو مثلا انتخاب میکنی، مقالت هم بر اساس اون ساخته میشه، ولی میاد مثلا بر اساس چیزی که تو ویکی‌پدیا رایجه، من این نکته لازم شما یه مقاله دیگه میسازی به عنوان مثلا مقاله تو انتخاب کردی پرسه شبانه، میاد یه مقاله دیگه میسازی به نام علف شبانه، اینو حالا اصطلاحاً تو ویکی‌پدیا میگی تغییر مسیر. تغییر مسیر میدی به اون پرسه شبانه، یعنی هر کسی که علف شبانه رو سرچ کنه، وقتی رو مقاله سرچ کنه بزنه رو علف شبانه، اتومات میپره به اون پرسه شبانه که میگه آقا این دو تا یکی هستن و دو تا عنوان مختلف هستن، که اینو تو ما ویکی‌پدیا خیلی رایج هستش و خیلی استفاده میکنن و اینو در رابطه با کارتون میتونید به این صورت عمل کنید. ولی خب حالا این موضوع زیاد جدی و مهمی نیستش، الان موضوعیت به نظر من نداره. بعد پردیس جان یه مقاله بیشتر ننوشتی، خب این هستی. میرید سراغ مقالات سرمه. سرمه جان آنلاین هستی نیستی؟ هستم. خیلی هم عالی. سرمه در قیاس با بقیه بچه‌ها حقیقتا آموزش بیشتری دیگه قبلا بوده کلاس ها و حالا توقع من از اون بیشتره. حالا ببینیم چه جوریه. خب مقاله اول ایراد داره. حالا من اومدی بر اساس اون ایراداتی که به دو تا مقاله آخر مجد گفتم اومدی اون بخش اول با بخش بندی شروع کردی. حالا من نمیدونم موضوع مقاله چی الان، اساطیر یونان، اولین موجودات، حالا اصلا می خط اولا میخونیم اصلا این موضوع دیگه است در رابطه با کائوس، بعد می جلوتر در رابطه با تایتان ها صحبت کردن، یعنی همزمان چندین تا موضوع بود. این یکم آشفته ابهام ایجاد درست میکنه. یعنی منی که حالا اساطیر یونان رو خوندم آشنایی دارم، میخوام بیام بخونم نمیفهمم موضوع اصلی مقاله چیه. خب و این خودش
ایراده و نباید اینجوری باشه. گفتم مقاله وقتی شما شروع میکنی عنوان مشخص شده باشه با بود کردنش، اینجا اولین کلمه معمولا عنوانه. مقالات دیگه هم مثلا نگاه کنید، دمنوش رو نگاه کنید، مقاله مثلا بی ارتباط با اساطیر یونان نگاه کنید، دمنوش رو آورده بولدش کرد. یا خواننده بیاد اول میخونه دمنوشه اونی نوشیدنی است که در آن جزئی از فلان و فلان فلان لقب حل میشد دیگه. این موضوع برای دوتا مقاله دیگه هم صرف میکنه، با این تفاوت که حالا موضوعات بعدی عنوانات بر اساس چیزی که نوشتی دقیقاً یکم مشخص واضح تره که موضوع چیه. مثلا این مشخص در تو فارغ فرانسیسکن کار کردی، در تو این موضوع در تو با هوراس کار کردی، ولی این یکم ابهام داره. الان من نمیدونم موضوع دقیقاً این موضوع چیه، اگه خودت بگی به ممنون میشه. الان موضوع توی مقاله اول چی بوده؟ عنوان مقاله چیه؟ ببین کلا میخواستم راجع به اساطیر صحبت کنم، اساطیر یونان. بعد تو خود بخشبندی کتابی که من قرار دادم از خود بخشبندی اون استفاده کردم که اومده اول راجع به اولین موجودات و اونایی که باور دارن دنیا رو به وجود آوردن صحبت کرده، بعد میره سراغ مثلا این زدن کوه المپ و اینا. خواستم اینطوری شروع کنم. متوجه شدم. کاری که تو کردی بر اساس توضیحات خودت کار اشتباهی نیستش، ولی برای زمان اشتباه نیستش که مثلا تو میخوای یک بخش از یک مقاله رو کامل کنی. مثلا تو مقاله اساطیر یونان که من بازش میکنم، خب اسطوره‌شناسی یونان، خب مثلا این مقاله تو هر قصدت بوده این مقاله رو باز کردی، خب میخوای یه بخش بهش اضافه کنی. ها این بخش چیه؟ اولین موجوداته. به این صورت اومدی نوشتی. از این نظر به نظرم کار عالیه. یه سری ایرادات ریز این نظر کار عالیه، ولی من همونجور که جلسه قبل گفتم الان تو یه مقاله خرد میخوام، یه مقاله کامل و مجزا، یک بخش مشخص و مجزا نمیخوام، یک مقاله میخوام خرد باشه. حالا قرار نیست، نگفتم قرار توهم نداشتن که اطلاعات زیادی بیاره، صرفا میخواستم ببینم با حداقل ها و ساختار درست نوشتن آشنا بشی. ولی این شیوه که آوردی مطابق اون چیزی که ما میخواستیم نیستش، ولی درسته. به صورت اگه بخوام ویکی‌پدیا نگاه کنم درست اومدی یه بخش رو صرفا نوشتی. از این بخش هم میتونی کپیش کنی بذاری تو بخش اسطوره‌شناسی یونانی و هیچ ایرادی نداره و خیلی هم خوبه، ولی اون چیزی که من میخواستم این نبود. و اگه مثلا اومدی در رابطه با اساطیر یونان بنویسی و بیا توضیح میگی اساطیر یونان مثل این مجموعه از اساطیر و آموزه‌هایی است که به یونان باستان بازگشت میشه، اینجوری بهش رو میکردی. چون موضوع اساطیر یونان این جوری که نوشتی درست نیستش. و ایمان اجازه من یه توضیح بدم؟ بله چرا نمیشه. ببین سوال یه نکته من بگم برای که بهتر درک بکنیم. ببین مثلا اساطیر یونان میتونه موضوع کتاب باشه، میتونه موضوع مقاله علمی پژوهشی مثلا باشه، میتونه موضوع مدخل نویسی هم باشه، ولی تو هر کدوم از این ستایی که من گفتم چینش در واقع اون محتوا متفاوته. در مدخل نویسی ما یک عنوان رو میگیریم، بازم میگم مدخل نویسی که میگم لزوما مال ویکی‌پدیا نیست، توی دانشنامه‌های دیگه هم اینجوری. یک عنوان رو میگیریم، مثلا توی اساطیر یونان عنوان مثلا زئوس، خب بعد شروع می‌کنیم اون زئوس رو نوشتن. بعد مدخل بعدی چیه؟ مدخل بعدی مثلا در مورد مثلا آفرودیت می‌نویسیم. آفرودیت یکی از اله‌های فلان است، اون رو کامل می‌کنیم. می‌دونید چی میگم؟ یعنی تک عنوان میشه موضوع نوشتن و بر اساس اون شروع می‌کنیم سازماندهی متنی کردن. در زمانی که ما بخوایم کل اساطیر یونان رو موضوع نوشتن قرار بدیم باید به این صورت شروع کنیم. اساطیر یونان مجموعه است از در واقع باورهایی که ذهنیت مثلا یونانیان فلان رو توضیح میده برای ما. بعد این شامل فلان 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 میشه. یعنی نوع سازماندهی متن در مدخل نویسی با نوع سازماندهی متن در مقاله نویسی متفاوته. مثلا توی مقاله نویسی میگن تأثیر باورهای مثلا میان رودانی بر اساطیر یونانی،
این میشه خودش عنوان یک مقاله، تاثیر باورهای میان رودانی بر اساطیر یونانی. این میشه یک عنوان مقاله. ولی تو مدخل ما همچین چیزی نداریم. تاثیر اساطیر یونانی میان رودانی بر اساطیر یونانی. اساطیر میان رودانی خودشون میشن یک موضوع برای در واقع مدخل. تک تک الهه های میان رودانی هر کدوم یک مدخل میشن. خود اساطیر یونانی میشه یک مدخل، هر کدوم از موجودات یونانی میشه یک مدخل و به همین ترتیب مداخل دونه دونه نوشته میشن. اگر ابهامی داشت در واقع حرفام یا نتونستم خوب بیان کنم بهم بگید که بیشتر توضیح بدم. مرسی. نه توضیحاتتون خیلی عالی بود آقای امامی و اوکی بود. داره در کل حالا سرمه جان بر اساس اون چیزی که من ازت میخواستم این کار که انجام دادی اوکی. من به نظرم اگه میتونه اصلاحش کن تو مقاله موجود فعلی اگر وجود ندارم استفادهش کن. احتمالاً منظور از ابدی مودل هم تایتان ها باشه. تو به نام اوکی خوبه، از منبع خوبی هم استفاده کردی، ارجاعاتت هم تقریبا درسته. حالا بذار اینجا ببینم. آها ارجاعات تو اشتباهه، بهتون گفتم تا پک استفاده کنید. این برای ارجاع برای منابع بود. ولی خب اوکی، اینم نمیگم اینم اشتباهه استفاده از این یاد کرده کتاب، ولی خب بسته به شیوه نامه و اینا داره. ولی خب به نظرم بر اساس چیزی قاعده‌ای که استانداردی که میخوام به تو یاد بدم که اینجا توی متن به پان ارجاع دادن از پانویس کوتاه یا لفظ مختصر پک استفاده کنید که همون بخش پایینی هستش و در مورد کرده استفاده گفتم میگیم پایین اینجا بعد گفتم اینجوری اینجا نگاه بزنید میتونید. بچه‌ها یه نکته که من جلسه قبل گفتم هر مسئله این روی بزنید میاد بر اساس اون قواعدی که حالا قواعد ساختاری ویرایشی هر چیزی براش تعریف شده میاد متن شما بررسی میکنه. اگه لازم باشه یه سری اصلاحات رو به صورت اتومات میکنه که کار شما راحت میکنه. ممکن شما از چیزی از چشمتون در رفته باشه. حتما وقتی که مطلبتون تموم شد، پاراگراف اون بخشی که تموم کردی حتما این ابر ابزار بزنید میشه خودش اتومات و دیگه میتونه درست میکنه. مثلا که من زدم میگم تغییر. اگه میخوام پیش نمایش تغییرات بزنم چی شد، میکنید متن سرمه این بود، این کلماتی که رنگی شدن تغییر پیدا کردن بر اساس شیوه استاندارد ویکی‌پدیا. مثلا عددا رو به صورت لاتین نوشته بود، اومد باشه استاندارد کرد فارسی کرد و همین موضوعات میبینید. حتما این کار یه ابزار بعد از که هر مطلبی که می‌نویسید بزنید و خیلی کمکتون میکنه. و اینکه سرمه جان ها این خودش اتومات درست کرد. ارجاع معمولا بعد از نقطه است نه قبل از نقطه. حالا این خودش اتومات ابزار درستش کرد و بقیه چیزات اوکی. از نظر من نمیخوام زیاد محتوا رو تحلیل کنم و گیر بدم یا زیر سوال ببرم، ولی به صورت کلی خوبه. به عنوان یک بخش خیلی خوب نوشتی. احسن باریکلا. ولی اون چیزی که من میخواستم یه مقاله بود. مقاله که یک لینک داشته باشه و اندک اطلاعات مختصر و کلی ارجاع آخرش داده باشه با ذکر منبع. که حالا این مقاله که تو نوشتی چیزی که نوشتی نه لید داره، پانه ارجاع داره ولی منبع هم نداره، یعنی بخش منابع هم لازم. حالا من اینو دو تا بخش پانویس و منبع رو میزنم یادت باشه اضافه کنی اگه خواستیم این مطلب کار کنیم. چیا کم داریم. این از این یعنی این تا حدودی اوکی شد. خب این از مطلب اولت. این مطلب بعدی که اومدی در واقع فرقه فرانسیسکن کار کردی، اومدی حالا که نقل قول آوردی که به نظر دانشنامه‌ای نیست، لازم نیستش اصلا. همونجور گفتم لید نداره و بخش الکی هم داره
مثلا لازم نیست لید بذاری بخش بندی کنید، صرفا لازم عنوان رو بولد کنید. استانداردش اینجوری شالا فرض می‌کنید دین این بخش از مقاله که می‌خواستی بنویسیه. رفرنس اسکن هیچ توضیح در ازش ندادی، لید نداره. در واقع اگه می‌خواستی توضیح لید بیاری باید خلاصه از این دو تا بخشی که آورده تقریبا توی این متن لید باید موجود باشه، وگرنه خب ایراد داره. و اینکه سوال این مطلبی که اینجا آوردی خودت تایپ کردی یا کپی کردی؟ یعنی عین متن کتابه یا نه؟ نه، اینو من ترم پیش واسه استاد وحیدی نوشته بودم مقاله‌شو، از اون مقاله که خودم از روی کتاب نوشتم، ولی کپی کتاب نیست، تغییرش دادم چون اونطوری کپی برداری میشد. آفرین. بچه‌ها یه نکته اینجا مهمه، اگر از منابع دست پژوهشی جدید هم استفاده می‌کنن برای بحث منابع دست اول گفت تموم شده حرف زدید، اصلا چون بحث کپی رایت مطرح میشه، تکثیر و این چیزا، اصلا این متن کتاب رو نیارید. شما سعی کنید اون لب کلام، جان کلام اون نویسنده رو با قلم خودتون ذکر کنید. در غیر این صورت اگر این متن کتاب بیارید مصداق عدم رعایت کپی رایت و میتونه پاک بشه مقاله. این نکته خیلی مهمه. پس شما مطلبی که می‌نویسید این متن کتاب نباشه، در واقع با اون مطلب و اون فکت هایی که نویسنده آورده رو با قلم خودتون بنویسید. اوکی؟ حالا سورما اومده این کار رو ترم قبل بر اساس کار کلاسی انجام داده و اگر این متن کتاب نباشه اوکی، خوبه، عالیه. ولی خب ارجاعاتش رو استاندارد به ویکی‌پدیا نکرد، مشخص رو کپی کرده، حالا کپی از ارائه خودش بوده، اصلا کپی کرده. این شیوه اشتباه. حالا ما کاری نداریم کپی از کی کردی، کپی از خودت کردی یا نه، ولی این شیوه ارجاع میشن بهش کپی پیستی کردن و کاری نداریم مال خودت یا حقیقی ایراد داره. مثلا گلیدرانت استفاده کردید و کی با ارجاع بدی ندادی، با بخش چیز نشده، پاراگراف بندی نشده، مطلب ارجاع نداره چون صرفا اومدی کارترسون اینا استفاده کردی، اومدی تو پرانتز گفتید چون طبقش این نامه ویکی‌پدیا نیست این ارجاع حساب نمیشه و نمیشه ارجاع حسابش کرد و میتونه پاک بشه. منبعم نیاوردی، ذکر منابعت هم نیاوردی. و این نکته دیگه هم خواستم بهت بگم همین چیزه. بچه‌ها نگاه کنید، این ایرادی که من تا اکثر بچه‌هایی که اومدن تو برنامه آموزشی حالا که چند سال داشتیم بهشون ویکی‌پدیا یاد میدادن یا یاد میگرفتن، این که خواه یا ناخواه حواسشون نبود، برخلاف اون چیزی که تو ورد هستش که مثلا معمولا یه تب میزنن یه اسپیس میزنن، میان پاورقی رو با اسپیس شروع میکنن، یعنی حواسشون نیست. مثلا اینجا نگاه کنید یه پاورقی شروع کرده بعد مطلب نوشته. بر اساس این چیزی که تو ویکی‌پدیا اینجا که ما حالت حالت متنی هستیم، وقتی این کار بکنی به عنوان یک کدی تعریف شد تو ویکی‌پدیا، به عنوان کد گپ، اینو میاد به صورت اتومات یک حالت مربع توی بخش مجزاتی مربعی تعریف میکنه، در که نباید اینجوری بشه. این اشتباهه. بخاطر همین اصلا برخلاف ورد که حالا تب میزنی یا اسپیس میزنی شروع میشه که باز میشه پاراگرافات به نوعی از هم مجزا بشن و یک دست نباشن، به قول آقای امامی از اون خط تراز عمودی یکم جلوتر باشن. و این تو ویکی‌پدیا ما اینو نداریم. اینو رعایت نکن. یعنی لازم نیست نه تبی بزنید یک چند تا فاصله بزنید، خالی باشه، یعنی هیچ فاصله نباشه. مرادش اینه. این الان ما کنید باعث شده این شکلی بشه مطلب. به نوعی حالت توی مربع تعریف شه، فونتش فونت متن فرق کنه، حالتش کلا عوض بشه و این اشتباه نباید اینجوری باشه. بلکه اگه من این فاصله رو پاک کنم این ایراد برطرف میشه و استاندارد میشه و این نکته حتما در نظر بگیرید. من ایراد استاندارد شد. من اصلاح کنم، فشار بزنم، اصلاح شد. این از این. در کل بازم این مطلب حالا بازم که محتوا داره، بازم به نظر من چون ارجاع نداره، حالا در قسمت با قبلی بازم بهتر بود چون ارجاع داشت. این ارجاع نداره نظر من. درسته تو پرانتز اومدی بر اساس کار کلاسی نوشتی، ولی باید ارجاع میدادی طبق شیوه استاندارد ویکی‌پدیا. اینجوری که نوشتی حالا کاری نداره از خودت بود، هر کسی به نوعی کپی حساب میشه و کپی هم مصداق حذف سریع. یعنی من الان بر اساس اگه ویکی‌پدیا بخوام باید کل مطلب رو پاک کنم،
چون رفتیم از یک جای کپی پیست کردیم اومدی ارجاع دادی، در حالی که باید حالا کار خود نوشتیم فلان نوشتیم، ولی حداقل باید ارجاع میدادیم به شیوه درست و استاندارد. این اشتباه دیدم بازم نداره، منبع هم که نداره و ارجاع هم نداره. ولی خب محتوا خیلی کامل زیادیه، میشه اصلاحش کرد. حالا جای بازم نمیخوام بگم که نمیخوام محتوا رو زیاد بررسی کنم، ولی از نظر مثلا محتوای نگاه کنیم، محتوا خیلی زیادن، کاملن و تا حدود به نظر جامع باشن و این خوبه. ولی تا زمانی که تایید پذیری و ارجاع نباشه، از نظر من اینا هر کاری که انجام داده هیچ. این مقاله دوم. مقاله سوم همون مسئله قبلی هستش. مقاله در مورد هوروس احتمالاً دوباره عنوان اومده بخش شده در حالی که نباید باشه. اومدی توضیح دادی پسر اوزایریس و ایزیس، خب مربوط به اساطیر مصر، خدای نظم و قبر. خب این دوتا گزاره اولی، جمله اولی آورده، خودش به نظرم تا حدود سرشناسی رو اثبات میکنه و خوبه. این جمله اولت خوب، یعنی من اگر بخواه استانداردش کنم هوروس رو بولد میکنم، این میشه لیت. خب ولی هر چیزی که بعد از اون اومده بیشتر توضیحات دیگه است. اون چیزی که از متن سولمان میخونم اومده توی متنش چندین موضوع همزمان در هم توضیح داده، که یعنی این مطلبی که نوشته، همه آن چیزی که نوشته خودش باید در چندین بخش بندی بشه. یعنی همزمان اومده چندین موضوع رو توی یک پاراگراف توضیح داده. این شیوه از نظر حالا ندارم ویکی‌پدیا کنه استاندارد نیستش. یعنی همزمان به چند موضوع مطرح کنید که یک قاعده مشخصی نداره، نه شروعی داره، نه پایانی داره، نه نتیجه گیری داره، نه یعنی قاعده خاصی نداره، خودش باز میشه یا آشفتگی محتوای باز میشه پیش بیاد. ولی به صورت کلی چون موضوعات مختلف رو مطرح کردی ولی خب بخش‌بندی نشده، ولی خب چون موضوعات مختلف رو مطرح کردی خوبه، ولی بازم چون منبع و ارجاع نداره قابل قبول اصلا نیست. و این از مطلب سرمه. حالا خوب شد این نکته رو همین الان به چشم دیدم. حالا من چرا تاکید دارم بچه‌ها مثلا میگم ارجاع بدید و ارجاع خیلی مهمه، فارغ از بحث حالا قانون ویکی‌پدیا است. فرض کنیم حالا کسی که اومده نوشته فارغ از این سری موضوعاتی که من مثلا الان دوباره اومده گفته هوروس فرزند پسر اوزایریس و ایزیس. حالا بر اساس فکت چیزی که موجوده و فکتی که در رابطه فکتایی که در رابطه با هوروس موجوده همه میدونن، همه منابع تقریبا به اتفاق و نظر دارن که آقا هوروس فرزند اوزایریس و ایزیسه. پس این پسر اوزایریس و اوزیس بودن یه فکت ثابته. اوکی تا حدودی این قابل قبوله، حالا ارجاع نداشت این چیزا حالا میشه حالا بحث کرد. ولی مثلا اومده سرمه یک موضوع مطرح کرده که این خودش باعث مناقشه است. یعنی یک کسی دیگه مثلا از یکی که تاریخ باستان ایران خونده باشه بیاد این مطلب بکنه، ممکنه بیاد نه مثلا یقه سرمه رو بگیرم که تو بر چه اساسی اینو نوشتی، منبعت چی بوده، حرف خودته، حرف چیه. من همین جالب بود چشمم گرفت ولی الان رو فراموش کردم. حرفش خلاصش اومده اینجا، اومده گفت حالا قطعا بر اساس منبع اومده نوشته، بر حرف شخصی نیست. اومده آقا مثلا الگویی که در پرچم دولت‌های ایران باستان مثلا هخامنشیان، مثلا عقابی که توی مثلا حالا به کار رفته شد برگرفته از شاهینی که توی مصر. این خودش یک مسئله‌ای رو مطرح میکنه، خودش باعث مناقشه است. خیلی ممکنه خلاف این نظر داده باشه، ممکن بعضی تایید کرده باشه، ممکن خیلی هم خلاف بگن نه این بر اساس مثلا فلان این موضوع نیست، بر اساس اونه فلان اونه. و این چون اینو اومدی ذکر کردی و اونم گفتیم مثلا شهباز، پرچم شهباز از جمله مثلا پرچمایی که وقتی که از مصر فتح کرد ایران از این الگو برداشت کردن، شاهین مصر، از اون نماد هوروس اومدن بر استفاده کردن. این خود باز مناقشه است و چون ارجاع نداره خب بیشتر باز مناقشه میشه و همه فکر میکنن این ایده خودت بوده و خودش باعث بحث و اختلاف محتوایی میشه و بحث اختلافی هم بحث و مشکلات محتوایی هم که گفتم باز ممکن میشه اختلاف پیش بیاد، توهین پیش بیاد و کلا خلاف سیاست های ویکی‌پدیا است. و این نکته مهمه بچه‌ها.
فارغ از فکت‌ها یه سری نظرها و ایده‌ها و یک سری چه میگم حالا هم ایده ها در رابطه با این موضوع مطرح میشه توسط مورخان و پژوهشگران مختلف. اولا شما باید بیاید ذکر کنید که آقا این ایده کی بوده؟ کی اومده گفته آقا این خروس شاهینی که توی پرچم ایران هخامنشی استفاده شده برگرفته از خروس مصر. و بیاید نقل کنید که آقا فلان نویسنده فلان پژوهشگر فلان کتاب نوشته فلان اثر شما گفته این بر اساس اینه. و ممکنه بیاید یک لازمه برای که حالا این جانبدارانه نشه و بی‌طرفی رعایت بشه، مثلا بیا بگیم آقا فلان نویسنده اومده پژوهشگر اومده گفت آقا نه این اینجوری نیست، برگرفته از فلان جا، برگرفته از فلان اساطیر، برگرفته از فلان جا. با خاطر همین حتما روی ذکر ایده ها و نظریات مختلف در رابطه با این موضوع حتما علاوه که به ارجاع داده شده باید خیلی دقیق مشخص همه ایدات و نظرات در رابطه با موضوع رو ذکر کنیم که اون بحث جانبدارانه پیش نیاد. و این حالا ایده چیزی که سرمه آورده خلاف این هم صرفا اومده یه صوتی یک فکت حقیقی اومده یعنی خیلی با جدیت با خیلی اطمینان کامل اومده گفته آره اینه برگرفته از اینه نماد مثلا پرچم شهباز برگرفته از خود نماد شاهین خرست از مصر، در حالی که مخالف این هم ممکنه صحبت شده باشه و گفته شده باشه. و همین جهت این ارجاع دادن و ذکر این مسئله، ذکر این که از کدوم منبع و ایده و نظر کدوم پژوهشگر استفاده کردیم توی مطالبتون خیلی مهمه. و حتما بازم تاکید میکنم هر فکتی هر ایده یا نظری میانه حتما ارجاع بدید و در این رابطه اگر لازم شد ایده ها و نظرات مختلف در رابطه موضوع هم ذکر کنید، صرفا به یک نظریه بسنده نکنید. اینجور نباشه که مثلا من چون تاریخ فلان دوست دارم صرفا مثلا در رابطه با جنگ صلیبی من دوست دارم کار کنم، صرفا بیام دیدگاه ها و نظرات غربی ها رو بنویسم ولی دیدگاه و نظرات مسلمان رو ننویسم. این باعث میشه اون مطلبی که من می‌نویسم بی‌طرف نباشه، جانبدارانه باشه و این خلاف روح و سیاست‌های ویکی‌پدیا است. این از این نکته. سومه جان متوجه موضوع شدی؟ سوالی نداری؟ به موضوع سوم فرصت نکردم تکمیل کنم. من یه چیزی بگم. حالا بذار من این بگم. سوم جان به نظرم مطلب سومه با توجه به چیزایی که من خوندم اگه بخش بندی بشه و استاندارد بشه مطلب خوبیه، ولی چون همون میگم ارجاع نداره این حرفا منبع نداره از من قابل قبول نیست. آیا من در خدمت؟ خب من دو نکته بگم. نکته اول در مورد این خط اول همین لید همین مقاله‌ای که جلومونه نوشته هوروس پسر اوزیریس و ایریس خدای نظم و قرار. خب من اولین سوالی که در واقع از متن میپرسم اینه که خدای نظم و قرار در چه دینی یا در چه الهیاتی یا در چه اسطوره شناسی؟ یعنی باید اینجوری میشد هوروس در مثلا اساطیر مصری پسر فلان و فلان و خدای فلان است. حالا این همینجوری گفتم که بگم جمله اول باید چجوری باشه. باید تو همون جمله اول شما گربه در هجله بکشید. یعنی جمله اول باید قشنگ مشخص کنید که این موضوع چیه و چرا سرشناسه به چی وصله. این حالا موضوع اول بود تموم شد. یه نکته دیگه میخوام بگم الان. ببینید ما برای نوشتن یک مقاله ممکنه 10 تا کتاب ببینیم، 10 تا مقاله بخونیم و کلی در واقع مداخل دانشنامه‌ای بخونید تا بتونید یک مقاله تو ویکی‌پدیا بنویسید. یعنی نوشتن یک مقاله در واقع در گروه خوندن یک کتاب نیست، بعضا چندین کتاب دیده میشه و چندین مقاله دیده میشه. لذا نوشتن مقاله توی ویکی‌پدیا بیشتر از اون که یک کار فنی باشه یک کار فکریه، یک سازماندهی فکری میخواد. یعنی چی؟ یعنی مثلا من الان میخوام راجع به همون مقاله قبلی سرمه فرقه فرانسیسکن میخوام مقاله بنویسم. قبل از اینکه اصلا کتاب باز کنم بخوام از روش مثلا بخونم و رفرنس بدم میام تو ذهنم سازماندهی میکنم و دسته‌بندی میکنم. خب فرقه فرانسیسکن مثلا چی احتیاج داره؟ اون موضوع اولش چیه؟ تاریخچشه. اول میام تاریخچش رو میدم. ایمان رفت کنم. آره
حالا مهم نیست. مثلا در مورد فرقه فرانسیسکن اول میام دسته‌بندی میکنم تو ذهنم دیگه، اول تاریخچش، بعد یعنی چجور تشکیل شد و ارزم خدمت شما به کجا رسید. دو، در واقع الهیاتی داره دیگه، تو نظام باورش مثلا چه فرقی داره با باقی فرقه‌های مسیحیت. بخش سوم عاقبت این فرقه شد، یعنی قبل از این که اصلا من شروع کنم به نوشتن باید اون موضوع در ذهنم، شاید اصلا هیچ کاری هم ویکی‌پدیا رو لحظه اول نداشته باشید، در ذهنتون یه سازماندهی باید بکنید، بخش بندی بکنید، موضوع رو بشکنید به موضوعات کوچیک‌تر و بعد بر اساس اون بخش هایی که در واقع ترسیم کردید شروع کنید به خوندن کتاب و مقاله برای تکمیل اونها. پس یه بار دیگه میگم، ویکی‌پدیا نویسی یا مطلب نویسی در ویکی‌پدیا بیشتر از اون که یک کار فنی باشه یک کار ذهنی و عمدتاً برمیگرده به اینکه شما باید راجع به اون موضوع، اون تک موضوعی که انتخاب کردید، مثلا هوروس، یک تصویر کلی در ذهنتون بسازید، بعد بخش بندیش بکنید و هر بخش رو فراخور در واقع منابعی که دارید تکمیل بکنید. من دیگه حرفی ندارم، اگه نکته دارید بگید، پیامم به ایمان بدم ببینم چرا نیستش. ایمان اومدی؟ صدای من داره بچه ها؟ ایمان من صدا دارم، منم حرفمو زدم دیگه، نکته ندارم، اگر میخوای ادامه بده چیزی هست. من پریدم بیرون نفهمیدم موضوعاتی که مطرح کردید چیه پیمانی. حالا اگر بتون دو سطحیت به من بگی من متوجه بشم چی گفتی. همشو خودت بلدی. گفتم که ویکی‌پدیا نویسی بیشتر از اون که یک کار فنی باشه یک کار ذهنیه. شما باید یک موضوع رو اول مشخصا انتخاب کنی و بعد اون رو در ذهنت به بخش‌های مختلف تقسیم کنی، مثلا فرقه فرانسیسکن تاریخچه‌اش چی بوده دیگه، ارزم به خدمتت اسمش از کجا میاد، الهیاتش چه تفاوتی با الهیات فرقه‌های دیگه داره، نقشش در جنگ‌های صلیبی چی بوده، هر کدوم از اینا یه بخش و بعد شروع می‌کنی به تکمیل کردن. یعنی در واقع نباید این صورت ما شروع کنیم که یک کتاب رو باز کنیم و شروع کنیم از روی اون کتاب مقاله رو تکمیل کردن، بلکه اول باید موضوع رو در ذهن سازماندهی کنیم، بخش بندی کنیم و بعد برای پر کردن هر کدوم از اون بخش ها به کتاب یا مقاله مورد نظر رجوع کنیم. حالا تو هم پرسیدی بهانه‌اش رو دوباره تکرارش کنم، من درزی ندارم. یعنی معنای ما این بچه‌ها، خب من مقالات رو تک تک بررسی کردم و خودتونم شنیدید، با ایراداتی که وجود داشت آشنا شدید و حالا اگه تونستین برطرف کنید. ولی خب چون جلسه بعد جلسه آخر حال بر اساس چیزی که توافق کردیم، اون چیزی که ازتون میخوام این که حالا این یکی از این مقالات رو فعلیتون یا اگه خواستین مقاله جدید بنویسید جامع‌تر و کاملتر. حالا توضیح میدم. جلسه قبلش یادتون بهتون گفتم مقاله ازتون میخوام مقاله خورده. مقاله خوردم از نظر ظاهری بهتون گفتم این مقاله که حالا حداقل اطلاعات داره بین یک خط تا 2 پاراگراف. خب ولی اگه میخوام دقیق‌تر و بازتر کنم این قضیه‌تون، مقاله خرد مقاله‌ای که همونجوری گفتن حداقل ترین حالا حداقل ترین لفظ درست نیست، حداقل اطلاعات موجود از اون موضوع رو داره و بر اساس یک منبع نوشته شده.
یعنی مقالات خرد مقالاتی هستن که بر پایه یک منبع و هست نوشته شدن و حداقل یک اطلاعات موجود در رابطه با این موضوع در خودشون جای دارن. که مثلا مقالاتی که همه شما مقالاتی که نوشتین قطعاً اطلاعات بسیار خیلی بیشتری در رابطه‌شون در منابع وجود داره. به خاطر همین ازتون میخوام برای جلسه بعد حالا یکی از این مقالات فعلیتون رو کامل‌تر کنید و جامع‌تر کنید. حالا اگه خواستید موضوع جدید هم میتونید انتخاب کنید، ولی این کار بکنید که به نظرم بهتره. اگه هم نخواستید میتونید حالا مقالات فعلیتون پاک کنید یا به من آقای امامی بگید پاکش کنید واسهتون، یا میتونید هم مقالاتتون رو کامل کنید، ولی مقاله حداقل باشه بر اساس نکاتی که جلسه گفتم، بعد ایرادات موجود این جلسه دیدیم رو نداشته باشه، مقاله باشه حداقل 2-3 منبع شما دیده باشید، استاندارد معنی بر پای یک منبع نباشه، حداقل 2-3 بخش استاندارد باشه. بچه‌ها نگاه کنید، همونجوری که آقای امامی گفتن، اول شما موضوع انتخاب کنید. شما اول موضوع که انتخاب کنید، مثلا بگید من میخوام بیام در رابطه با فرقه فرانسیسکن کار کنم. خب بیایم بر اساس فرقه ذهنیت موضوعی که انتخاب کردیم بیاید این نقشه راه برای خودتون ترسیم کنید که آقا من میخوام در رابطه با فرقه فرانسیسکن بنویسم، چیا بنویسم، چیا لازمه بنویسم، بر اساس اون بخش بندی کنید. مثلا من میخوام در واقع با فرقه فرانسیسکن بنویسم، میام اول چیکار میکنم؟ میام اول از همه فارغ از لید که گفتم خلاصه از کل مطلبه، لازمه یک پیش زمینه بیارم. یعنی پیش زمینه یعنی چی؟ پیش زمینه یعنی آقا بگم آقا چی شد که فرقه فرانسیسکن تشکیل شد، چه مسائل سیاسی، چه مسائل مذهبی، چه شرایطی تو اروپای قرون وسطا بوده که باعث شد فرقه فرانسیسکن در مثلا آسیزی مثلا شکل بگیره. خب این میشه پیش زمینه. میگم خب باشه، میام مقاله رو باز میکنم، مثلا حالا خودم اینجا رو یه صفحه تمرین باز میکنم که شما هم ببینید، یا مثلا یه موضوع دیگه هم میتونه، حالا خب این فرقه فرانسیسکن رو گفتم، یا مثلا نه حالا یه موضوع جدید میگم که حالا موضوع خودتون یکی نباشه. مثلا میخوام در رابطه با یک اثر بنویسم. مثلا ما یه اثر، حالا بر اساس آخر کتاب که خوندم، چیزایی کتاب داریم در رابطه با جنگ‌های صلیبی بهش میگن بلا آنتیوشا. خب من خب در مورد بنویسم، این موضوع رو انتخاب میکنم، بولدش هم میکنم که مشخص بشه. حالا میام خب در رابطه با کتاب بلا آنتیوشا یک منبع قرون وسطایی بنویسم. اینو اول میام نقشه راهمو مشخص میکنم، میگم خب در رابطه با چیا میخوام بنویسم. اول میام مثلا آقا میام در رابطه با شرایط زمانه، میخوام یعنی چه شرایط زمانه، میگم آقا در چه شرایطی، در چه زمانی که نویسنده کتاب اومد این کتاب رو نوشت. پس میام شرایط و زمانه، شرایط نویسن، شرایط و زمانی نویسن. خب این بخش به نوعی مقدمه یا پیش زمینه مباحث اصلیه. یعنی میخوام بگم در این پیش زمینه باعث شد این کتاب نوشته بشه. خب میام بخش بعدی یه بخش دیگه ایجاد میکنم، میام در رابطه با خود اثر، یا نه در رابطه با نویسنده اثر چی بوده، در رابطه با این نویسنده بخش نویسم. درسته؟ بعد از این میام بعد از این چی میتونم بنویسم؟ در رابطه با خود اثر، تحلیل متن که آقا متن کتاب چی بوده، به چه زبانی نوشته شده. مثلا تحلیل اثر بنویسم بهتر، تحلیل کتاب. خب یا مثلا به چه زبانی نوشته شده، در چه فصل نوشته شده، به چه شیوهی نوشته شده، بخشاش چجوریه، هر بخش مرتبط با چه موضوعی، چند تا فلان ازش مونده، به چه صورتی نوشته شده و این چیزایی که مرتبط با اثر هست. و میام بخش بعدی مثلا میتونم بیام در رابطه با نسخ مثلا این کتاب نسخ اثر، میام آقا مثلا میاد در رابطه با این اثر 50 تا نسخه وجود داره، مثلا نسخه در مثلا کتابخانه پاریس وجود داره که به اون شکل نوشته شده، اون تفاوت داره با اون نسخه در دانشگاه لندن، یه نسخه دیگه ازش وجود داره در دانشگاه فلانه، ولی خب تا حدودی از بین رفته. این اطلاعات این رابطه. و در آخرم میام بخش پانویس منابع رو ذکر میکنم. خب من الان برای بچه‌ها یه نقشه راه کلی، خیلی کلی برای خودم ترسیم کردم.
حالا چیکار میکنم؟ میام بر اساس این موضوعی که انتخاب کردم که بلانتیوش هاست، میام منابعی که دارم بررسی میکنم و بر اساس عنوانی که تا نقشه چیدم اطلاعات جمع آوری میکنم. مثلا میام تو در این کتابی که دارم مثلا اینو نوشته در رابطه با شرایط زمانه، یکی دیگه نوشته اون نوشته، میام اطلاعات و فکتا و داده ها رو یکی میکنم با قلم خودم، میام شرایط و زمان نویسنده رو مینویسم. در رابطه با خود نویسنده میام مثلا آثار مرتبط رو بررسی میکنم، هر چی اطلاعات در رابطه با نویسنده پیدا میکنم جمع آوری میکنم، میام مینویسم، ارجاع میدم به اون منابعی که استفاده کردم. در رابطه با تحلیل اثر همینجور پانویسم که خودش اتومات میاد بر اساس ارجاعاتی که تو بخش دادم. منابع هم آخر دفعه همه منابعی که استفاده کردم برای نوشتنش رو ذکر میکنم. و خروجی میشه یه یه مقاله متوسط. یعنی من چیزی که ازتون میخوام یه مقاله، نه مقاله خرده، نه مقاله خوب برگزیده. یه مقاله میخوام که بخش اعظمی از اطلاعات موجود در رابطه با اون موضوع که انتخاب کرده در خودش جای داده باشه. حالا ممکن شما یه موضوع انتخاب کرده باشین در حد یک بخش بیشتر اطلاعات در رابطش در کل منابع وجود نداشته باشه. خب اوکی، این تازه خیلی فراتر از اون چیزی که مثلا من میخوام. ولی معمولا چون موضوعاتی که شما الان انتخاب کردین موضوعاتی هستن که اطلاعات در رابطش موجوده، بعد وجوده این چیزی که ازتون میخوام نه که همش باشه، ولی تقریبا بخش اعظمی از اطلاعات در رابطه با موضوع رو بیارید. و اون شرط حالا جامع بودن رو نمیخواد حالا زیاد رعایت کنه، ولی خب تقریبا کاری باشه بخش اعظم از اطلاعات در رابطه با موضوع رو در خود جای داده باشه. و ایرادات و مسائلی هم که مطرح کردم، یعنی ایراداتی که مقاله‌ای ابتدایی که نوشته بودیم، مقالات خوردی که نوشته بودیم توش وجود نداشته باشه، چون بعضی توضیح دادم. حالا نه جلسه اطلاعات لازم بگم یا نه آیا امامی حالا اگه میدونن بگم بهشون یاد بدن؟ نه خیلی باش. و این حالا پس بچه‌ها برای جلسه بعد حالا توافق کنید که چه روزی باشه، جمعه باشه، هر روزی که شما راحت ترین و موافقید. این مقالاتتون رو تکمیل کنید بر پایه یعنی کمتر از 2 منبع نباشه، چون کمتر از 2 منبع باشه به نظر من مقاله خورد و مقاله خیلی خوبی در نظر من نیست. مقاله جامعی نمیتونم بهتون که تا حدودی جامع نمیتونم بگم هستش. و اینکه حداقل 2-3 بخش هم داشته باشه، فارغ از بخش پانویس و منابع. یعنی اگه لید پانویس و منبع رو من حذف کنم، اون مطلب و مقاله که شما نوشته شده باشه حداقل 2-3 بخش داشته باشه. و اگر فکر میکنید موضوعی که از موضوعی که تا الان نوشتین به عنوان مقالات اولیه‌تون مقالاتی هستن، موضوعاتی هستن که نمیشه زیاد در رابطه‌شون و اطلاعات زیادی در رابطه‌شون ندارید، بیاین بر اساس اون منابعی که تو خونه دارید، مثلا این چه کتابای زیاد در رابطه موضوع دارید، بیاین بر اساس اونها یه موضوع انتخاب کنید. حتما نباید این موضوع ایدئال پس ذهنتون باشه. میتونید بر اساس منابعی که فعلا در کنارتون داره یه مقاله بنویسید. صرفا کار تمرینیه. میخوام یاد بگیریم تا میخوام یه کار خروجی عمیق و مهم ارائه بدیم. این از این. و اینکه همین دیگه. اگه سوالی نداری من صحبتی ندارم. اگه حالا موضوعی یا نکته هست اگه لازم من توضیح بدم آقای امامی حتما بهم بگن من توضیح بدم، یا اگه خودتونم سوالی دارید بگید بچه حتما. هرچی هست الان بپرسید، چون جلسه بعد دوباره گیر میدم و هیچ ایرادی رو نمیپذیرم. که مثلا بگی آقا میتونه منبع اینجوری بود، یادم رفت فلان بود، یاد نگرفته بودم، بلد نبودم. هرچی هست الان بپرسید. پرسیدن ایراد نداره، ندونستن بپرسید. منم هستم تا هر وقتی لازم باشه پشت سیستم میشنم و جوابتون میدم. هرچند حالا اگه اینجا نخواستین راحت نبودین میتونید تو شخصی بهم پیام بدین، تو پی دی بهم پیام بدید، ازم سوال بپرسید، ولی خب بپرسید حتما. این از این. پس برای جلسه بعد قرار شد یه مقاله جامع‌تر نسبت در قیاس با یه مقاله خردی که تا الان نوشته بودید بنویسید. مثلا حالا بخشاش هم در حقیقت بر اساس اون بخشایی باشه که مثلا مقاله سرمه که مقاله اولش باشه یادتون بود با هم بررسی کردیم، بخشاش در اون حد اطلاعات داشته باشن. مثلا ماده نمیشه بخش اولی موجودات مثل اون باشن بخشات و اینجوری باشه. خب من یه دو نکته بگم. من کار ندارم بعدش دیگه.
این توضیحاتی که حالا این مادر خیلی خوبم داد برای موقعی که شما میخواین یک مقاله رو از صفر شروع کنید به نوشتن. گاهی توی ویکی‌پدیا در آینده انشالله، مال الان نیست، یه مقاله‌ای برمی‌خورید که این مقاله از قبل نوشته شده ولی ناقصه. شما میتونید یک بخشی بهش اضافه کنید و اون بخش رو فقط بنویسید. اینو در نظر داشته باشید که ویکی‌پدیا هیچ مقاله‌ای مال هیچ کس نیست. مقالات دیگران و مقالات موجود هم میشه دست برد و تغییر ایجاد کرد و بگوش. این یه موضوع. موضوع دوم چی بود؟ یادم آمد اینجا. خوب شاید ما این نکته رو گفتم. این نکته رو بزنید بچه، ترجیحاً موضوعاتی که انتخاب میکنید برای نوشتن موضوعاتی باشن که از قبل تو ویکی‌پدیا مقاله نداشته باشه، یا اگه باشن مقالات اینقدر اطلاعات درشون کم باشه در رابطه به نوع اصلا مقاله نباشه، یا خرد باشن یا هیچ نباشه. اگه زیاد باشه خب یکم حالا ممکن مثلا جالب نباشه به نظر من برای یاد گرفتن. ترجیحاً موضوعاتی انتخاب کنید که در تو ویکی‌پدیا مقاله وجود نداشته باشه، اگه هست اطلاعات کمی باشه، یه مقالات خردی باشه. این از این و هیچ من یادم آمد. ببینید ممکنه مثلا براتون سوال پیش بیاد، مثلا مقاله مثلا مجده داره مقاله چه میدونم اوفی رو می‌نویسه، اسکافی رو می‌نویسه، حالا یه شاعر ممکنه تو ذهنش مثلا این پرسش براش پیش بیاد که من چجوری باید اینو بخش بندی کنم، این بخش بندیش در واقع چه ترتیبی باید داشته باشه. بهترین راه برای این یک بندی برای این موضوع اینه که برید یک شخص مشابه با این رو ببینید، یک نویسنده دیگه تو همون قرن، یک شاعر دیگه تو همون قرن، ببینید تا مقاله مشابه ببینید که این چجوری بخشبندی شده، بر همون اساس بخشبندی. یا مثلا مقاله پردیس یک رمان بوده، 4 تا رمان دیگه ببین چجوری بخشبندی کرده. یا مقاله سرمه خدای مصری بوده چی یونان، حالا 4 تا مقاله علمی چی ببین شده و بر اساس بخشبندی ترسه. بعد بچه روزی جلسه آخر باشه و کاراتون انجام بدید. اگه سوالی نداری من دیگه صحبتی ندارم. خداحافظی دوستان. شما بچه‌ها سومه هستم